إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی شبهه های یهود بالای رسالت پیغمبر علیه السلام ذکر کرده بود. یک شبهه از ای بود که اگر وحی را میکائیل علیه السلام می آورد جبرئیل امین نمی آورد ما میپذیرفتیم و مردم وانمود میکرد که ما خو حق پرست مردم هستیم خو لیکن حق از طریقش نآمده از او خاطر ما قبول نداریم. ایرا فریبکاری عوام میگه که مردم عوام فریب دادن، یعنی اگری حق به زبان میکائیل علیه السلام بیان میشد ما تسلیم میشدیم، اما به زبان جبرئیل امین که او قومها را هلاک کرده و فرشته عذاب است از او خاطر ما قبول نداریم. دوم شبهشان است که میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش قرآن کریم از خود ساخته، چرا که ای سلیمان علیه السلام میفرما که پیغمبر است حالان که او ساحر بود نعوذ بالله. اگر سحر بد باشه غلط باشه خیر، سلیمان علیه السلام سحر کرده پس او پیغمبر شده نمیتونه. اگر نیکی پیغمبر سحر کرده چون او سحر کرده سحر بد چیز نیسته، یکی از دو امر سری پیغمبر لازم میشه، یا سحر بد بگویه یا سلیمان علیه السلام بد بگویه نعوذ بالله. از امو خاطری اعتراض یا شبهه از یا بود. الله تبارک و تعالی شبهه اول دفع کرد که جبرئیل امین ملکی است مقرب، زیر فرمان الله تبارک و تعالی هیچ کاری را بدون اذن و فرمان الله انجام نمیده. پس چطور شده میتونه که شما یک ملک قبول داری دیگر نداری، در حالی که هر دویش حامل فرمان الله تبارک و تعالی است؟ این شبهه را هم دور میکنه الله تبارک و تعالی از سلیمان علیه السلام که سلیمان علیه السلام میگه شما سحر کرده، سحر کفر است و پیغمبران علیهم السلام از هر نوع گناه پاک، خصوصا از کفر این خو به طریق اولا است. چرا یا این نسبت را به سلیمان علیه السلام میکردن که سلیمان علیه السلام ساحر است؟ علت ای بوده که سلیمان علیه السلام در زمانش مسئله سحر در اوج خود رسیده بود، مردم مکمل تابعداری سحر میکرد. سلیمان علیه السلام تمام کتابای سحر جمع کرد و کلش در جای دفن کرد که خودش در اونجا تختش بوده، به خاطر از اینکه همین کتابا را کسی نکشه و بعد از باز قابل استفاده قرار نگیره، مردم در گمراهی واقع نشوه. زمانی که سلیمان علیه السلام از دنیا رفت، امی جنیات که تابع سلیمان علیه السلام بود به مردم نشان دادن که سلیمان علیه السلام کدام پادشاهی که میکرده به طریق سحر میکرد. اگر این نمی سحر شما از خود کنی شما همینطور پادشاهی نصیبتان میشه. بعد از این معامله سحر و ساحری خیلی زیاد دوام پیدا کرد، رواج پیدا کرد و همین نسبتای سحر به سلیمان علیه السلام خیلی زیاد میشد و میگفتن از این استناد میکردن که سلیمان علیه السلام سحر کرده و سحر خوب چیز است، تا که پیغمبر علیه السلام آمد و این شبهه را رد کرد و الله تبارک و تعالی ثابت ساخت که سلیمان علیه السلام پیغمبر است، پیغمبر از گناه ها پاک است و سحر حتما انسان در کفر میرسانه، بلکه بعضی مواردش عین کفر، بعضی مواردش شرک است، بعضی مواردش حرام است. در سحری طور چیزی نیست که او نادرست باشه، قطعا نیست. شبهه دیگه هم داشتن، میگفتن سحر چرا پیغمبر بد میگه، در حالی که ملائک او را
تعلیم داده، ملائک قطع خود آورده و مردم تعلیم داده. چیزی را که ملک انجام داده و مردم تعلیم داده باشه او قابل رد نیست. الله تبارک و تعالی این شبهه را هم رد میکنه و میگوید که ملائک سحر تعلیم نداده. توجیهات اونجا میشه انشالله. امو توجیه که خیلی مهم است. اگر ملائک هم آمده بیان سحر کرده به این خاطر کرده که فرق در بین معجزه و در بین سحر برای مردم بیان بکنه، به خاطر که مردم زیر تاثیر سحر نروه و فرق معجزه و سحر بتانه. یعنی یا پیغمبر و غیر ساحر شناخته بتانه که یعنی پیغمبر است و یعنی ساحر است. پیغمبر تابعداری شوه و ساحر گپش قبول نشوه. الله تبارک و تعالی در اینجا امی موضوع را بیان میکنه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یا تابعداری کردن یعنی در درس و تدریس تابعداری کردن، یا در عمل، یا در یکی برتری دادن در جای از اینکه کتاب الله تبارک و تعالی را عمل کرده باشن، پذیرفته باشن، او را گذاشتن نعوذ بالله. و تابعداری آن چیزی را که شیاطین تلاوت میکرد و میخواند شهرت داده بود اونمو را یا تابعداری کردن. منظور ایست که الله مذمت یهود بیان میکنه که کتاب خود خوا پشت سر انداختن، اعتنا و اهتمام برشان نکردن، در حالی که او کتاب ضامن سعادت و نیکبختی امی مردم بود. در صورتی که تدریس و تعلیم از او را میکردن و عمل میکردن این مردم در کامیابی نائل میشد، لیکن این مردم او را عمل نکردن بلکه تابعداری سحر و گپا را کردن. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه یک مفسر است از جمله تابعین میفرماید که وا یهود گرفته بودن کتاب خود در پوش طلایی و نقره‌ای انداخته بودن، یعنی تعظیم ظاهریش میکردن اما حقیقت کتاب نمیدانستن، عمل سرش نمیکرد، تعلیم و تدریس وجود نداشت که جنبه عملی می داشت. الله مذمت از وارا بیان کرده. اگر در امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی پیدا میشه و همچنان قرآن کریم اینمی قسم پوش میده، یعنی تعظیم ظاهریش میشه، اینمی قسم حقیقت قرآن فهمیده نمیشه، عمل سرش نمیشه، عین نمی حالت سری مسلمان هم است. الله رحم بکنه. یقینا قدم به قدم امت پیغمبر علیه السلام پیروی یهود و نصارا را کرده در این مسائل. آل کتاب الله تبارک و تعالی با دیزاین خیلی خوبش چاپ میشه، مردم خیلی تعظیم هم میکنه در ظاهر، اما حقیقت قرآن کریم گم است. عمل به قرآن کریم در 100% چند فیصد هم در بین جامعه مسلمان دیده نمیشه. این نمیسته که الله تبارک و تعالی حالات دیگرگون بالای مسلمان ها آورده. چرا که کتاب سبب سعادت و نیکبختی ماست، ما گرفتیم این را سرش عمل نکردیم، از او خاطر الله تبارک و تعالی حالت ما را تغییر آورده، عزتمندی مسلمان ها از بین رفته. این جمع الله تبارک و تعالی یکی از جمله خباثت های یهود طوری بیان میکنه که در جای قرآن تابعداری آن چیزی که شیاطین میخواندند و شهرت داده بودند تابعداری از وارا کردن. یقینا اگر این معامله را ما در مسلمان ها ببینیم، مردمای مسلمان ما آنقدر پشت کتابای دیگه فنون دیگه را گرفته که قرآن اجدادشان نمیاد. با انگلیسی و با کورسای انگلیسی آنقدر امتیاز قائل شدن که شب و روز اولاد خود 3 تایم در کورس رایی میکنه، اما برای قرآن کریم هیچ نوع اهتمام وجود نداره. او را خوب بگذار، بلکه در طبقه خیلی خاصی ما، خصوصا که طبقه علما و مردمای دینداری ماست، کتاب الله تبارک و تعالی تفسیر و ترجمهش هیچ وجود نداره، اما کتاب فقه و دیگه کتابا آنقدر مورد احترام و تعظیم است، اهتمامش میشه که هیچ پرسان نکو. اینمی هم یکی از جمله هجران قرآن کریم است. ابن قیم رحمت الله علیه در صورتهای هجران کتاب الله امی صورت نوشته میکنه که مردم توجه و رو میارن بالای کتابای دیگه که علما ساخته و تشریح کرده، به او زیاد اهتمام قائل میشه از کتاب الله تبارک و تعالی و از حدیث پیغمبر کرده. یقینا که امروز همون حالت آمده، مردم با کتاب الله و تفسیر هیچ آشنایی نداره، اما با کتابای مذهب خود آنقدر فریفته هستند که میگن تو میگی وحی آسمانی نمیسته و بالکل درستی نمیسته، بلکه میگن اگر چیزی را از قرآن تو بیان میکنی نادرست و حرام است. میگه تو نمیفهمی، چرا قرآن کاری مجتهد است، دیگر هیچ اجازه نمیده. امی ترجمه های ما و شما را یا حرام و ناروا میدانه. ما در یک مسجد ترجمه میکردیم، یک مولوی که خود این گپ میزد که عجیب گپ است، ما در شاگردای خود یک شرح جامی را
3 سال درس دادیم در باب مستثنا رسیدیم، یعنی در بحث مستثنا رسیدیم. بحث مستثنا در بحث معرب است، در منصوبات است، تالی را در بخش مبنی نرسیده بود و می گفت که قرآن برای مردم عوام چطور ترجمه شود. امیال فعل نام است، مردم برش تعجب است. ما خب برش گفتم که تبا کدی شاگردار 3 سال تا استثنا را. علی علم نحو کدام گپای خیلی پیچیده و چی نداره. اگر ما آسان تدریس کنیم، تعلیم بدیم، فقط جنبه عملی را برش بدیم، روزمره درس بدیم، یک قاعده را بعد از او تطبیق عملی در کتاب بکنیم، کدام سختی وجود نداره. ما در 1 سال انشالله نحو درس میدم، از او که در نحوی بزرگ دیگه چی نمیشه، ولی به شرطی که مسلسل پابند امو کتاب باشه. گرفته عمر مردم تبا میشه، 3 سال و 4 سال در فنون تیر میکنه، اقبال و توجه مردم به فنون آنقدر است که هیچ پرسان نکو، اما به قرآن کریم نیست. ما در مدارس و مراکز اسلامی اینمی حالت خود مشاهده کردیم. هر شاگرد و طالب که سوال میکنی چند سال درست شده، 10 سال خیلی شاگرد و طالب کم نیست. همون حسابی که وفاق المدارس پاکستان تهیه کرده 8 سال است، یعنی در 8 سال 7 سال از زیر در فنون تیر میکنه، 1 سال در حدیث تیر میکنه. در خود قرآن کریم هیچ تفسیر وجود نداره غیر از بیضاوی، او را 1 ربع از جزء اول 1 ربع میخوانن. تفسیر بیضاوی جامع منطق و معانی و صرف و نحو و تجوید و چیستا شعر و کل اینمی فنون جمع کرده، در آیاتا امور تحقیق کرده روی می باشه. کسی که بحث علمی میکنه راستیام در او باید داخل شوه. اما قرآن کتاب وعظ است، قرآن کتاب انذار است، قرآن کتاب تبشیر است، بشارت میده. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب موعظه است، قرآن کتاب شفا صحت عقیده و عمل است. هیچ طالبای مدرسه فارغ میشه شما باور به الله بکنه اگر توحید بفهمه. جلالین نمیخونه که کلمات ترجمه کرده یا یک جای اعرابش بیان کرده و در کدام جایی که باز تفصیل کرده آیت تشریح کرده، روایت اسرائیلی را آورده او را تشریح کرده. با جای از که مردم مفهوم واقعی را درک بکنه، در جای از او روایت اسرائیلی قصه واحد از ذهنش میشینه. مثل همین قصص الانبیاء سابقه را که شما میخوانید، در این مورد بسیار گپاست. در مورد هاروت و ماروت همونطور واقعه بیان شده. هاروت و ماروت میگن یه فرشته هاست. زمانی که الله تبارک و تعالی از انسان یادآوری کرد که انسان بندگان خیلی محترم است، به خاطر که در وجود از یا شهوت هم مرکب شده و با وجود اینمی تقاضاها بازم عبادت و طاعت الله را میکنه. یک دفعه ملائک گفت که ما میتونیم این مقام منزلت خو ما کمایی کده میتونیم. الله برشان گفت که سعی که اگر شهوت در شما در وجود شما داخل شود، باز شما این مقام کمایی کرده نمیتونی. و لاف زدن و در بین خود امو خیلی عابدترین و متقیترین ملکه که هاروت و ماروت بود انتخاب کردن. الله مورا در دنیا پایین آورد و شهوت در وجودشان مرکب ساخت. نعوذ بالله بعد از اینکه یا شهوت در وجودشان آمد، فرشته و عاشق یک زن به نام زهره شد. پس از زهره مطالبه زنا کرد. زهره از یا تقاضا کرد که من در وقت امرای شما موافقه میکنم که چند سخن شما چند شرط مرا بپذیره. اسم اعظم برای ما یاد بده و نعوذ بالله به بتی که دارم به سجده کنه، شراب بخوره و اونو فلان کس که شوهر مسئول قتل کنه. بعد از اون وقت شما موافقه میکنم. و امیم هاروت و ماروت نعوذ بالله قتل کردن شوهرش، به بت سجده کردن، اسم اعظم به زهره نشان دادن، شراب خوردن. بعد از او مرتکب زنا با زهره شد. بعد از زهره اسم اعظم خوانده، آسمان و زهره سیاره جور شده و هاروت و ماروت در چای بابل سر به تارا قاویزان است. عوام ما تا آلی را همی موضوع را بیان میکنه که چیستا موضوع را بیان میکنه که نماز خفتن ناوقت بخوانه که عذاب هاروت و ماروت کم شود. این کلش روایات اسرائیلی و واهیات است، هیچ حقیقت نداره، نادرست است. قرآن کریم اینمی مسائل مکمل بیان میکنه. بلکه علما میفرماید که کسی در مورد هاروت و ماروت این عقیده را داشته باشه که یا ملکی هستند که مرتکب زنا شده، کافر است. چرا؟ نص قرآن کریم بیان از این را میکنه که چیستا ملائک لا یعصون الله ما امرهم، و نافرمانی نمیکنه از آن چیزی که الله تبارک و تعالی برشان فرمان میده. از همون خاطر شما بعد از ترجمه قرآن کریم میدانی که یک ترجمه اگر دیگه هیچ فایده نداشته باشه، امی فایده براتان حاصل میشه که امو روایت مکذوبه و دروغ
امو روایات اسرائیلی از اذهان مردم دور میشه، حقیقت قرآن برشان واضح میشه که قرآن چطور داستان بیان میکنه. در جای ازی که در قصص الانبیا و در بسیار کتابا این داستانا را گرفته. قرآن کریم امینجا بر ما این موضوع را روشن میسازه. اول براتون بگویم مسئله سحر چطور است. سحر در حقیقت سبب ظاهری است، لیکن دقیق و باریک است، تو نمیبینی. مثل که اگر ما گوگرد بزنیم شعله پیدا میکنه، چاقو بریدن میکنه، بریدن و آتش پیدا شدن از گوگرد این اثرات است، اثری اسباب است، اسبابش موجود است، ما تو به چشم خود میبینیم. از شمال ببینیم که شاخچه درخت شور میده، شور خوردن امی شاخچه درخت یک اثر است، سبب ظاهریش امو شمال است. اما اگر شاخچه درخت شور بخوره شمال وجود نداشته باشه، برای تو معلوم میشه که اینجا اثر موجود است و سبب ظاهری موجود نیست. سحر عبارت از یک مهارت و چالاکی دست است. سبب ظاهری وجود داره لیکن تو نمیبینی، چشم بندی میکنه، چشم تو را بسته میکنه، در حقیقت دو گپ نیست، لیکن در نظر تو در ذهن تو امطور میآید. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه امی اقسام سحر 8 قسم سحر کرده و هر 8 قسم خوب تشریح کرده که وجود داشته. مثلا سحری که در زمان موسی علیه السلام مساحره میکرد چشم بندی بود. به نظر مردم امو تنه های درختها، گندای درخت و چوبه و دستکا به مثل مارا واری در ذهنشان می آمد که ملاق میخوره، اژدها راست، حالان که چیز نبوده. یا است که اینطور اسباب میزنن، مثل که آلی بعضی مردم ها خدا معرفی میکنه که ما از جمع آغاستیم، از جمع آغاستیم، آتش ما را نمیسوزانه، میره در کوریا انگر دست همیطور میزنه، آینه میگیره، جغ میکنه، چزز میکنه، زبان خود میزنه او هیچ نمیسوزه. اینطور حالان که اونجا مواد دیگری را به زبان زده که او ضد آتش است، او را نمیسوزانه اما تو را فریب میده. پیغمبر نامده بود که مردم خدا معرفی کنه که ما را آتش نمیسوزانه، بلکه دختری خدا میگه که فاطمه بخیز، چیست عمل و عقیده تو را نجات داده میتونه، کسی دیگر نجات داده نمیتونه. عجیب گپ است، مردم فریب داده را ایستن. این گپا غلط است. سحر اسباب داره لیکن از نظر ما تو غایب است. از امو خاطر سحر اونمو چیزی را میگه که سبب ظاهریش پنهان باشه، اثراتش بری تو نمایان میشه اما سبب ظاهریش نمایان نمیشه. او را به نام سحر یاد میکنه. ای سحر است. آلی هم امی سحر خیلی زیاد وجود داره، مردم ها را خیلی فریب میده، مردم فریب میخوره. اکثری سحر توسط جنیات پیش میره و جنیات زمان قطع مردم تابع میشه که کارایی را انجام بدی که خوش جنیات باشه، یعنی کارای کفری را. تابع کردن جنیات 3 قسم است. یکی تابع شدن از جانب الله است، مثل برای سلیمان علیه السلام الله تابع کرده بود، او معجزه سلیمان علیه السلام بود. دوم تابع کردن جنیات از طریق خود انسان است. این دو راه داره، یکی مشروع یکی غیر مشروع. گاهی اوقات انسان عبادت زیاد میکنه، تلاوت قرآن کریم زیاد میکنه. بعضی آیات های قرآن کریم خاصیت هایی داره که اگر زیاد تلاوت میشه امو جنیات بسیار تابع میشه و میایه بری تو تابع میشه، کارهای تا انجام میده. اینی قسم اگر از طریق مشروع قرآن جنیات تابع میشه این پروا نداره، اما استفاده غلط از جنیات گرفته نشوه. کسی را آزار دادن، اذیت دادن، خود کلان معرفی کردن، دعوا کردن که من اینی کار انجام داده میتونم، این باز نعوذ بالله معصیت و گناه جور میشه. یکی تابع کردن جنیات از طریق غیر مشروع است. اکثری که در عصر ما میبینیم مردم ها که براتون خود شیخ جور میکنه و بعد از زمیری پالویش و برات میگه که چیسته ولا خیلی زیاد جادوی سخت سرت شده. ما او روزم براتون گفتم که خوب شد آمدی، 1 ساعت بعد اگر نمی آمدی ختم شده بودی. و اول نام مادری تپرسان میکنه و تاویزای نوشته شدگی سابقه داره، در خاکستر خوب مالی دشه، فقط یک نام مادری تا در او نوشته میکنه خیر و خلاص. باز به دست جنیات میده، جامعه میمانه. او قصیده میگه من قصیده میخوانم. در دین اسلام قصیده مسیده وجود نداره قطعا، نه در زمان صحابه، تابعین، پیغمبر علیه السلام و نه در زمان صحابه کسی ادعا کرده که جنیات تابع ماست یا این گپا را گفته باشه یا گفته باشه که ما
چیزی پنهان معلوم کرده میتونیم، یا بری تو گفته باشه که سرت جادو شده. این گپا قطعا نبوده. سری خود پیغمبر که جادو شد، الله تبارک و تعالی آیات روان کرد و سبب گشایش از جادو، خلاص شدن از جادو آیات قرآن کریم شد. ما باید حقیقت دین بدانیم. این شیخای فعلی که زیاد پیدا شده در جای در ظاهر خود معرفی میکنه که من خیلی متدین هستم. شما اگر ریشه یابی بکنی کدام زنی که همی داواره داره، کدام مردی که داوا داره، حقیقت از یاره که پرسان کنی، اولین زناکار و دزد اینمی هسته. شما بدانید که این کارهای غلط میکنه. اینجا اینمی جنیات میایه با این مردم نعوذ بالله کلمات شرک برش بیان میکنه، تعویضشان نسای کنی حتما یک نام یا عجمی یا یک نامی که هیچ معنا نداره موجود است، یا بدوح نوشته میکنه. نوشته کردن یا فرعون و هامان خود شما خودتان دیده، دیگه هیچ چیز وجود نداره، فقط واقع کردن در چی است؟ در شرک است. خب بعد از او امی جنیات چون که ایره در شرک واقع کرده، در بعضی مسائل قطش کمک میکنه، خانه تو را برش معرفی میکنه، اونجا که کدام گپ گفته ای در مجلس او را برش میاره که اینی گپ گفته، تمام اوصاف خانواده و ویلی و این گپای تا معرفی میکنه برش. گپ خیلی زود رسانده میتونه تا یک جای. جنیات الله قوت برش داده و ما انسان ها را الله مورد امتحان قرار میده که ما عقیده به جنیات داریم یا عقیده به الله تبارک و تعالی داریم. از همون خاطر است در مورد جنیات اینطوری عقیده کردن که جنیات هر کار میتونه، این غلط گپ است. یا دعوا بکنه که ما چی را یاد داریم، علم غیب داریم، این گپ غلط است، پیش تیر کردیم. جنیات علم غیب نداره. خب مردم فریب میده، برای فریب مردم قسم قسم حیله ها میکنه. در زمان قدیم قبل از نبوت پیغمبر علیه السلام جنیات الله این قدرت داده، یکی بالای دیگی خود سوار میشه، بالا میشه طرف آسمان. باز وقتی که بالا میرفتن الله که فرمان میداد که یک کاری در این نظام دنیا انجام داده میشه، ملائک یک جمع در جمع دیگه خبر میده، آسمانی بالا در پایینش، پایینش در پایینش، تا که در آسمان دنیا امی خبر انتشار پیدا میکرد. یک چیزی از او را اینمی جنیات میگرفتن، میآمدن به کاهنا میدادن. کاهن کسی را میگه که دعوای غیب داره، بری تو میگه اینی قدر میفهم که چه قدر زنده نصیبیت است و چی کار در پیشی رویت است. این گپایی را به نام کاهن یاد میکنه و این طوری مردم کاهن گفته میشه. در اول امی جنیات هیچ چیز اضافه کردن نه، اما عین گپا که بالا شنیده بودن او را در کاهن پیش میکردن، کاهن به مردم بیان میکرد. واقعیت داشت، چرا که فرمان الله بود که به ملائک تعلیم داده بود. پسانا که خب اعتماد مردم سری جنیات پیدا شد، از همی کاهنا بعد از جنیات گرفتن قطعی یک راست 100 دروغ دیگر را یک جا میکرد، به کاهنا می آورد و کاهنا اونمو قسم او را نشر اشاعت میکرد. کاهن کسی است که دعوای چیزی پنهان داره. همین قسم عراف هم امیره میگه. عراف کسی است که دعوا میکنه که من چیزی گم شده را پیدا کرده میتونم، طالع تو را سی کرده میتونم. آلی در راه ها و سرکا و منطقه خیلی زیاد پیدا میشه به نام تعویض نویسی که در کدام جای است در دین اسلام تعویض نویسی هیچ کدام سند نداره. صحابه گاهی هم خود تعویض نویس نگرفته، خصوصا اون مردمی که دعوای سید بودن نمیکنه که ما اولادی پیغمبر علیه السلام هستیم و بعد از او به نام تعویض نویسی را اعلام میکنه. قطعا این مناقض است با پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شریعتش. این مردم در حقیقت اولاد پیغمبر نیست، دشمن پیغمبر است، چرا که پیغمبر بدنام میسازه. پیغمبر نعوذ بالله یک جادوگر معرفی میکنه. این طور مردم جادوگر در شریعت اسلامی حکمش است که حکمت ای را قتل کنه. اول طلب توبه پیش بکنه، اگر توبه نمیکشه باید جادوگر قتل شوه. این مردم قابل قتل هستند. چرا؟ به خاطر که توهین به دین اسلام میکنه، توهین به پیغمبر میکنه، باز خودم سید معرفی میکنه. شما در برنامه های بیا ببین دیده که همون مردم ها میگفت کسی خود سید کنر میگفت، کسی سید اوپیان و کسی سید مزار و اینی گپا را میگفت. این مردم ها لعنت الله سر از یاست، یا سید نیستن یا اولادی پیغمبر نیسته، نعوذ بالله نعوذ بالله، یا پیغمبر توهین میکنه. پیغمبر برای محو امی گپا آمده بود، همی شرک و جادوگری و سحر و ساحری را از بین میبرد، لیکن این مردم پیدا کرده. گپ دایسته که اینمی ساحرا یا اینمی کاهنا اینی کارا را میکنه، اینمی جنیات که تابع میشه برای بعضی مردم توسط رای غلط است. از همون خاطر براتان میگه یک خروس بیار، سفید باشه سیاه باشه رنگایش، میگه چی میکنی آقا صاحب یا فلان صاحب، باز میگه من
ایره چی نوشته میکنم؟ تعویض نوشته میکنم. من در او وقت خرد بودم، تنها کتاب فقه را خوانده بودم، دیگه چیزا نخوانده بودم. باز چیسته والدیم روان کرد پیش یک آقا، میگه برو همشیریت مریض است و یک تعویض بیار. من که اونجا رفتم گفت جان آقایش یک دانه خروسی سفید بیار. که با من گفتم چی میکنی آقا؟ گفت ایره نوشته میکنیم تعویض سرش. در فقه خوانده بودم که خون چی است؟ نجس است. باز من گفتم آیات قرآن قطعی نجاست چطور نوشته شود؟ پس آمدم یقینا یک کاغذ گرفتم، او را خط کشی کردم و قاط کردم. بعد از او رفتم واقعا نماز خواندم، یک دو رکعت نفل دعا کردم که الله همشیری مرا شفا بده. و وقتی والده سوال کرد که تعویض آوردی؟ من گفتم آوردم. گفت نه دخترکم جور شده. نمیفهمیدیم. الله سر ما رحم کرده. یقینا شکر این نعمت بزرگ کشیده نمیتونیم که ما با قرآن آشنا شدیم و از این عقاید گنده و از این عقاید مزخرف ما نجات پیدا کردیم. یقینا این بسیار یک نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی است. آل ایمان باید این نعمت حتما شکرگزاریش بکشیم. دیگه اینمی جنیات تابع اینمی مردم میشه. میاد بخیر در سوره انعام اونجا بر ما و شما مکمل موضوع بیان میشه که جنیات چی میکنه و چه قسم فایده از انسان ها میگیره و انسان ها از جنیات میگیره. امروز که جای جادوگر هم میبینه، تعویض نویس هم میبینه، بدون جنیات قدم خود مانده نمیتونه. ولی وقتی جنیات خدمت از یار میکنه که یا قرآن در گندگی پرته نعوذ بالله، یا سری قرآن پای بمانه، یا قرآن در نجاست نوشته کنه نعوذ بالله، یا به بت سجده کنه، یا در تعویضای خود حتما کلمات شرکی را نوشته کنه. دیگر راه ندارن، چرا که باز کمک قطشان نمیکنه. امروز مسلمانای بیچاره ما در بدر خاک بسر است. مسلمان ها را خود چی میکنی که در پیش همین مسلمان نمیره؟ این دوها نشسته است ولی دختری جوان و بچه جوان مسلمان در پیش هندو رفته طالع خود سعی میکنه از او تعویض میگیره که کارم گشایش پیدا کنه، بخت و میلا شوه. ای مسلمان تو به تقدیر عقیده نداری؟ آیا هندو بختی تو را باز کرده میتونه؟ شما در کابل خوب ببینین امیالی بره، امیال هندو نشسته است، امی مسلمان افغانستان برش زانو زده. او در حالی که در حدیث صحیح میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که در پیش کاهن و ساحر و عراف بیایه امیا کلش یک معنی و مفهوم داره و هیچ تصدیقش نکنه گپایشه، تنها بیا در پیشش تا 40 روز الله نماز اینمی انسان قبول نمیکنه. و مؤمن اگر تا 40 روز الله نماز تا قبول نمیکنه دیگه چی برات ماند؟ حالان که 40 روز نماز اگر کسی تکبیر الله را گیر کنه با جماعت نماز بخونه دو نامه برای از این نوشته میکنه، یکی براءت یعنی خلاصی از نفاق و یکی خلاصی از آتش جهنم. 40 روز مسلسل با جماعت نماز خواندن انسان در این سرحد میرسانه. لیکن اگر تو رفتی در پیش اینمی تعویضگرا، اینمی جادوگرا، تا 40 روزه نمازت الله قبول نمیکنه. دیگه از این کد از جانی سخت نیست. اگر تصدیق کردی که او گفت که مالی تا فلانی دزدی کرده یا جادو سرت شده، تو گفتی که بله سرم شده، باز گفت که بچه کاکایت کرده، همیشه کی را نشان میده براتون؟ وقتی که تو یک کمی چی داشته باشی برات میگه دختر از کدام خاندان گرفته، دختر کدام رفیق نداشت یا خواستگار نداشت، امو سرت کرده. خیلی گپ پرالاسته. مردم همونطور میگه یا کاکا را بچای کاکا را برات معرفی میکنه او تو فکر میکنی که اینمو گپ است. اگر تصدیق کردی کفر ورزیدی به این قرآن کریمی که سری محمد رسول الله نازل شده. چرا که قرآن میگه که یا غیب نمیفهمه و تو تصدیق غیب از او را کرده رایستی. از کجا میفهمه؟ ما خود تعالی را سری ملت مظلوم دل بسوزانه. شما باور به الله بکنی در یک شاخ زندگی، نه در یک شاخ زندگی در کفر واقع شده، در شرک واقع شده، در بدر خاک بسر است. اعمال از یا قابل چی اعتبار شده نمیتونه. دیگه از او خاطر عوام بیچاره را باید بدانانیم که این بیچاره نمیفهمه. امیالی در راهها و در سرکا اینمی مردم نشسته است، غرفگک جور کرده. غرفگک هم خیلی از پیپ بیچاره این قدر چیز و مال و دارایی نداره، خودش ضعیف است که حتی یک دکان گرفته نمیتونه. پیپای روغن جمع کرده برای خود غرفه جور کرده او تو جناب میری از او بخت خدا و از او کامیابی و سعادت خدا میخوایی. از این که در کفر بزرگ دیگه کدام است؟ تو مؤمن عقیده با کی داری؟ سرنوشت زندگی تا کی نوشته کرده در ازل؟
تا روزی که تو در مرگ میری الله مکمل نوشته کرده چرا اونجا میری. از او خاطر قرآن کریم در اینجا معرفی میکنه که سحر کفر است، آخرش انجامش کفر است و سلیمان علیه السلام پیغمبر بود و ساحر نیست، او کفر نکرده. چرا؟ سحر کفر است. الله تبارک و تعالی بدی یهود بیان میکنه. یهود یک طرف کتاب الله موجود بود که سبب کامیابیشان بود، سبب سعادتشان بود، طرز و طریق زندگی و عبادت خدا میدانستند، لیکن او را گذاشتن نعوذ بالله در پشت سری سحر شدن. فقط تمام روز سحر یاد کو و پشت سحر بگرد. اینمی نفاق و نزاع پیدا شده بود. زن و شوهر با هم جدا کرده بودن. اینی حالات خیلی سخت بود، چرا که نفاق در جامعه پیدا شده بود، بدبینی پیدا شده بود، بی اعتمادی پیدا شده بود. شما باور به الله تبارک و تعالی بکنی این ملت اینقدر کور است، اینقدر بیچاره نمیفهمه مسائل که پرسان نکنه. یک منطقه یک خود عالم میگه، من خود عالم برش نمیگم چرا که کل عمرش در سحر و در جادو تیر شده بود. خطیب مسجد بود، خطیب. شما باور به الله بکنی و خودی مردم که قسم برشان میدادی نکای خود 4 ماه پیش بسته میکرد پنهان از دست امی ملای خود که خطیب شانان بود. خطیب هم بود لیکن یا از دست امی خطیب 4 ماه پیش نکا را بسته میکرد به خاطری که سر ما نعوذ بالله ما را بسته نکنه، خب گوشتا نبگیره. ولی بازم امین ملا خطیب مردم بود. از این طور مسلمان چی توقع داری؟ خودش ضرر از این را میدانه و بازم عقیده بکنی که امامت باشه، امام نمازت باشه، بزرگترین عبادتی تا پشت سری از او باید بخوانی. این بسیار سخت گپ است. و امی آدم در یک موقع چی گفته بود؟ قطمه جر و بحث داشت. ما در مورد مدرسه برش گفته بودم که باید مدرسه آباد شوه، مردم دین بفهمه. بازی قطمه مخالفت میکرد، میگه نمیچله. باز ما گفتم نه، اموری که اتفاق داریم کلی ما و نمو امور باید ما و شما چی کنیم؟ سرش اتفاق بکنیم. ما اختلافی رم نه، دایی شما اتفاق داره یا نداره که کسی که خیرات میکنه، صدقات میکنه، کتاب مدرسه را بخره خیلی ثواب داره یا در مردم نان بده؟ یک مولا نبود که بگویه که نه در مردم نان بده، میگه کتاب مدرسه را من گفتم شما در مساجدتان فقط امی قدر بگویه که خیرات در مدرسه خیلی زیاد ثواب داره. امی آدم بعد از جر و بحث ما که سرش چند موضوع دیگر را گفتیم، مولوی صاحبا خیلی زیاد بودن، گپ در سر ازی شد که فیصله سری کدام کتاب میکنیم. ما برش گفتم مولوی صاحب امو معتمدترین کتاب در مذهب احناف فتاوای شامیست، سری ازی فیصله کنیم چطور است؟ میگن نه 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 سری ازی فیصله نمیکنیم. یک مولوی صاحب از این طرف سوال کرد کی را سوال کنی کی مقلد است یا نیست، امیر قبول داره یا نه کتاب؟ برای ما چی میگه؟ یک کتاب به نام ایقاظ الحواس یاد میکنه، یک مولا نوشته کرده مزخرفات دایش گنجانیده. باز ما بسیار خنده کردم، او یک رساله است. باز ما برش گفتم که مولوی سی بطوری که رساله را خو ما زیاد نوشته کرده میتونیم، باز دیگه در هر رساله فیصله بکنیم. خو امی عالم رفته بود به مردم چی میگه؟ و مردم قدری مرا بکنه، بسیار تعظیم مرا بکنه. چرا؟ مردم ایران مانده که چرا چی کمالاتی انجام داده، چی فداکاری و یک امری چی را خیلی مهم انجام داده. گفت مولوی متوکل آمده بود دینی تا دریا داده بود. خو ما پس گرفتم شاه. فقط دیگه یک عالم در مقابلش نخیست، ما خیستیم مرا بسیار قدر بکنی که شما را نه خیرات میمان نه دعا را. گفت ایره کل شرط میکرد. ما گفتم اوامی مردم پشتی اونمو عالم تمام عمر چی میکرد؟ نماز میخوان، خودشان اعتراف میکرد. در یک موقع در یک مجلس مرا نمیشتاختن امو مردم که مقتدی از او بود، در بین خود قصه میکرد. یکی دیگه خدا گفت که چیسته؟ نکار بسته کردی؟ گفت بسته کردم. گفت خو والا خب خیر کامیاب شدی دیگه، خدا نجات دادی. گفت والا ایدی قدر هوشیار است، هر روز جستجو میکنه که چی وقت توی میکنی و چی وقت نمیکنی. من خدا ناگار پرتافتم. من گفتم از کجاستی وطندار؟ بازو قریه خدا نام گرفت. من گفتم چرا اینطور است؟ کی میکنه این کارا را؟ باز گفت چیسته فلانی اینطور یک عالم ما داریم، من خود میشناختم او را اینطور. من گفتم خود دیگه چیسته شما چرا همون عالم خود باز امامی تا نام هسته؟ میگه
میگه مردم از ترس سوره امام گرفته، از ترس ازی که اگر این هر کدام ما یک نفر اگر بگویه که این امام نمیگیریم امور باز جادو میکنه. ما گفتم چطور جادو میکنه؟ میگه میکششه. ما گفتم نه کشته نمیتونه، سعی کو فکرتان باشه. قرآن کریم طور میگه و ما هم بضارین من احد الا باذن الله. مرگ و زندگی در اختیار الله است، تا که الله در این سحر تاثیر نپرته تاثیر کردن نمیتونه. مثل که اسباب دیگه برای خود تاثیر داره، تاثیرش الله انداخته. آتش سوزاندن میکنه، خو الله سوزاندن انداخته. اگر الله سوزاندن بگیره آتش سوختاندن نمیتونه. مثل ابراهیم خلیل الله در آتش انداخته شد لیکن نسوختان. یا زهر آدم میکشه لیکن الله اگر تاثیرش بگیره آدم کشته نمیتونه. خالد ابن ولید رضی الله عنه وقتی که از یک یهودی سوال کرد گفتی بوتل چیست؟ گفت زهر است. گفت چی میکنه؟ گفت آدم میکشه. عقیده یهودی بود که زهر حتما آدم میکشه. اصل اختیاری مرگ یا اثری مرگ به الله نسبت نمیکرد. خالد ابن ولید برای از اینکه عقیده یهود رد بکنه و ثابت بکنه که اسباب در دنیا کلش تاثیراتش در زیر اراده و فرمان کیست؟ الله تبارک و تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم سرپوشش آواز کرد او کل بوتل همین قسم شب کرد. بعد از ایران مانده بود یهودی که چرا نمیمونه خالد ابن ولید؟ چرا که الله اثرش دور کرد. سحر اثر است، یا اثرش در اختیار اراده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. این موضوعات بسیار مهم موضوع است که در زندگی ما و شما دوچار ازی شدیم. البته فکرتان باشه سحر و ساحری سری کدام مردم کارگر است ایرم باید بدانه. سری او مردمی که در خانش تلاوت قرآن نمیشه، سری او مردمی که از کاری که از پیغمبر منقول است بعد از نماز صبحی و شام او را نمیخوانه، پابندی وظایفی که پیغمبر بر ما داده پابندی از او را نمیکنه، دو خانه بازی گپا خیلی زیاد جا میگیره. خصوصا قطعی مردمی که خودت رفتی او هم پرست شدی، تاویز گرفتن که شروع کردی باز راه نداری. یک دفعه که تاویز گرفتی باز تو میبینی اگر در کل عمر تو خود خلاص تا نیستی میگم بیشک باز راه را پیدا میکنه. نکنی اینطور کارا را. کتاب الله را در خانه تان بخوانی، همین سوره بقره را. شیطانای پالوان نمیتونه در این خانه دیگه زندگی بکنه و مقابله بکنه. دیگه پابندی مکمل از کاری که از پیغمبر علیه السلام ثابت است. کتابای اذکار خبرتان چیست؟ حالی ارزان است ماشاءالله 20 افغانی میده. خب 20 افغانی در مقابلش یک ذخیره بزرگ دعا و اذکار پیغمبر میخره که یقینا ثابت است و نتیجه خیلی مثبت داره اگر ما و شما پابندیش بکنیم. باز زورشان نمیرسه. دیگه تشریحات سحر نمیکنیم، اقسامش و گپایش. حکم ساحر است که حکومت باید او را قتل بکنه، ولی با تاسف امروز حکومت توجه خود در این مسائل برای پاکسازی امی وطن که عقاید مزخرف از بین بره فقط نعوذ بالله کلمه یا شعار دموکراسی دست و پای حکومت بسته کرده. حالی هیچ چیز نمیتونه. نه برای اگر هر کس هر عملی را انجام میده به نام دموکراسی برای هر کس اجازه است. اگر کسی تبلیغ نصرانیت میکنه یا یهودیت یا هندویسم هیچ کس برای کسی چیزی نمیگه. افسوس است حالان که حکومت اسلامی مسئول اینمی امور است. حتی کلماتی که یک عالم در منبر میگه باید تحلیل شود که این کلمه چطور است. ملاهای شما داریم، یک عالم کسی برای ما کلیپایش آورده، شما باور به الله بکنه مواردی که او تقریر میکنه چیزی میگه که به ضد اسلام است، لیکن یک مجموعه بزرگ از جوانا برش نشسته گریان هم میکنه. بسیار تعجب آدم میاد. یقینا اگر ما علما مسئولیت خود ادا نکنیم به نزد الله تبارک و تعالی سخت مسئولیت داریم. ما بسیار خدا چی گرفتم که تو سیکو امی قدر جوانا امی قدر نسل به این آدم نشسته و امی مفکوره را امی جوانا میگیره. او با الله قسم مفکوری ضد اسلام است، اسلام نیست. خو تو عالم قرار نشسته استی و این قدر فعالیت داره و این قدر برنامه ها داره، در جای میره تقریر میکنه، شهرت پیدا کرده، سیدیش فروخته میشه، مراکزی پخش و نشر تقریرایش هست، او تو عالم قرار خوابای تا بزن، نه ترجمه داشته باش نه حدیث. ما یقین دارم اگر علمای ما ادای مسئولیت بکنه، واقعا خدمت بکنه، قرآن شروع بکنه، یقین به الله بکنه، ادناترین یک طفل که یک روز در ترجمه بشینه اما سخنای عالم رد میکنه، میفهمه که اینی سخنای اسلام نیست. این شماست چند روز در ترجمه آمده. انشالله عالی
این تجربه کنی قطع خود. در نماز جمعه که بری از سخنای عالمتان میدانی که همین سخن یقینا واقعیت داره یا نداره، براتان خود به خود معلوم میشه که او گپی خیالی میزنه یا گپی که سند داره میزنه. این برای شما بالکل واضح میشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی از یهود چیستا خباستش بیان میکنه. کتاب الله را گذاشته و تابعداری نعوذ بالله سحر و سحر بازی کرد. اگر ما قرآن الله را بگذاریم، اهتمام برش نکنیم در درس و تعلیمش، همین قسم تطبیق عملی قرآن کریم در زندگی خود سری خود عملی نکنیم، یقینا ما کتاب الله را گذاشتیم. آلی خوب کل دیگر را خوب بگذار، تنها یک تلویزیون که ما را غافل از کتاب الله ساخته، اینمی قدر برای ما خیلی کفایت میکنه از روی گمراهی نعوذ بالله. چرا که مردم در بدر خاک بسر از دست تلویزیونا شده، به خاطر که وا برنامه های خیلی غلط نشر میکنه. البته بعضی برنامه های خوب هم داره و اکثریت برنامه ها گمراه کن است، به خاطر که بسیار نعوذ بالله سبب بدبختی در جامعه اسلامی میشه. پس اینجا الله تبارک و تعالی ما را هم باز مزامت ما را بیان میکنه، ما هم به اینمی سرنوشت مبتلا میشیم. خب یک دفعه که آیت ها را بخوانیم، بعد از او خود ما همی آیت ها را مصداقش جستجو کنیم، تلاش کنیم که در کجا پیدا میشه همین مصداق، همین واقعیت در کجا است. خود به خود درک میکنی که امروز همین واقعیت در جامعه ماست، در جای دیگه نیست. و تبعوا تابعداری کردن همی یهود ما از آن چیزی که تتلو شیاطینو که تلاوت میکردن شیطانا. مراد از تلاوت اینجا شهرت میدادن شیطانا، شهرت از او را میکردن که عبارت از همین سحر و ساحری بود. علی ملک سلیمان، در زمانه پادشاهی سلیمان، از آن چیزی که در زمانه پادشاهی سلیمان کدام سحر و ساحری شهرت پیدا کرده بود و پشت اونمو کار رفتن، در حالی که سلیمان علیه السلام به خاطر که اینمی سحر دیگه از بین بره، کل کتابا را جمع کرد، ساحرا را بندی کرد و کتابا را در زیر تخت خود گور کرد، به خاطر که کسی در این دسترسی نداشته باشه. خب زمانی که سلیمان علیه السلام وفات کرد، جنیات آمد نشاندهی کرد، مردم کتابا را کشید و به مردم شهرت دادن که نعوذ بالله این کارا را کی میکرد؟ سلیمان علیه السلام. و پادشاهی سلیمان هم استوار به چی بوده؟ بگه بینمی سحر و ساحری بوده. او را چی میکنه؟ امروز یک مدا کی میآید، مدایی که جندار در خود کشال کرده، یک دانه برنجی چی داره؟ پنجه داره، پنجه. باز براتون چی میگه؟ میگه پنجه علی است. عجیب گپ است. این قدر تو را نعوذ بالله نادان فکر کرده که پنجه علی از برنج بود، یعنی که دست بود، گوشت بود، او تعالی رو باقی مانده، کی را قطع کرده. اگر این پنجه علی باشه، یکی از دوستای ما الله برش اجر بده، گفت پیش ما آمد گفت پنجه علی است. گفت ما کم گرفتم شه که نر برم راست بگو که پنجه علی است یا نه؟ گفت ها پنجه علی است. ما گفتم مالی تو را که نمانم تو دستی علی را دیون قطع میکنی، ما تو را میمانم. یک بوکس کی زدن گفت بد کردم، دروغ میگم، چیخ میزد که دروغ میگم. خود تو پنجه علی را دستی علی را دیون قطع میکنی. مردم چقدر نادان است. ببینه در اونجا باز چیسته، باز یک دانه اتار ورقی چاپ کردگی داره به نام نقش سلیمانی. به نام چی هسته بگه؟ امیال یک قدر فروخته میشه که پرسان نکو. او در اونجا ندا به شرک است، یا علی یا فاطمه یا حسین. دیگه گپاره چار قل نوشته است، قل اعوذ برب، قل یا ایها الکافرون، دیگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آیت الکرسی نوشته است یا نیست؟ خب لیکن در سرش در شنگاش کلمات شرکی وجود داره. ایرا به مردم معرفی میکنه نقش سلیمانی. شما خبر داری این چی مفهوم ارائه میکنه؟ یعنی سلیمان علیه السلام اینی جادوگری را میکرد، یهود هم اونجا نسبت جادوگری را به سلیمان میکرد. اینمی که خود مدا و ایشان و سید معرفی میکنه، نعوذ بالله همین نسبت غلط و دروغه که قرآن سلیمان نفی میکنه. این آدمی بدبخت به کی منسوب میسازه؟ به سلیمان علیه السلام. ببینه باز همون پوشکارم تهار که 2 روپه 1 روپه قیمت داره، چند روپه؟ خودی ورق 50 روپه، پوشش هم 20 روپه سرت میفروشه، 70 روپه را کمایی میکنه. این غریبی با محض یک کاغذک 2 روپه چاپ کرده برای تو ده 50 روپه میفروشه. عجیب نیست؟ مردم چی عقیده داره؟ مردم میگه ما الله پرست هستیم. یک کسی که عقیده داشته باشه که ورق مرا نگاه میکنه، این مشرک است یا موحد است؟ این مشرک است.
این واضح گپ است. چرا علمای ما بیان نمیکنه مردم ما تباه و برباد شده؟ صحیح کنی؟ اون وقت الله یهود بد میگه به خاطری که نسبت سحر به سلیمان علیه السلام میکنه. امروز که مسلمانی تو میایه و همین نسبت به سلیمان علیه السلام میکنه، این تهمت نیست جانی سلیمان علیه السلام؟ تهمتی که قرآن رد کرده. قرآن چی میگه؟ و ما کفر سلیمان، کفر نورزیده سلیمان، مانایش سحر نکده سلیمان، چرا که سحر کفر است. سحر کفر است و کفر پیغمبر نمیکنه، چرا که هر پیغمبر از گناه چیست؟ معصوم است. ولکن الشیاطین، لیکن شیطانا کفرو، اینجا کفر معنی چیست؟ سحرو، سحر کردن، چرا که نعوذ بالله استعمال سحر کردن، تدوین سحر کردن. یعلمون الناس السحر، تعلیم میدادن مردمم سحر به خاطر گمراهی مردم. و ما انزل علی الملکین، اینجا چند ترجمه میکنم، دو سه ترجمه، هر سهش انشاءالله بجای است. ما نافی است. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک، به بابل، مراد از ملک دو شخصی، به بابل در مقام بابل، هاروت و ماروت، که هم دو شخص چی بودن؟ هاروت و ماروت بود. سری از وا سحر نازل نشده. یهود میگفتن سحر خوب کار است. چرا؟ به خاطر که یه عمل ملائک است. الله رد کرد که عمل ملائک نیست. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک در بابل که مردم نامش هاروت و ماروت میگیرد. دروغ است، نیست. ای یک ترجمه است. پس شبهه را رد کرد. یهود میگفتن سحر سلیمان علیه السلام کرده. الله رد کرد نه، سلیمان علیه السلام پیغمبر است، سحر کفر است و پیغمبر کفر نمیکنه. دوم شبه شانی بود که سحر ای پیغمبر چرا بد میگه محمد رسول الله؟ سحر خو از آسمان نازل شده، ملکی کار کرده. الله گفت که نه. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک، به بابل در شهر بابل، هاروت و ماروت، که هاروت و ماروت است هیچ نامده، هیچ نازل نشده. چرا دروغ میگی؟ این کل کار شیطان ها بود. از او خاطر بعد از او میگه و ما یعلمان من احد، تعلیم نمیدادن امی اشخاصی که سحر یکی به دیگه میگفتن، حتی یقولا، تا یکی میگفتن انما نحن فتنتون، ما خو آزموده شده هستیم، گپای ما را خو شما مکمل تجربه کرده، فلا تکفر، ناسپاسی نکنی. گپای ما را خو یک دفعه تجربه کرده، حالی نگوی که کار نمیکنه، گپا را نگوی. دوم ترجمه، مراد از این دو شخص است. ما مسلمایی که ما تتلو شیاطین است، اینطور مانا میشه. در اینجا خو ما نافیه بود، حالی چطور میشه؟ و تبعو، تابیداری کردن، ما تتلو شیاطین، از آن چیزی که شیطانات تلاوت میکردن. یک، و ما انزل، تابیداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود، علی الملکین، به دو شخصی که ایطور در ظاهر صلاح داشت، در ظاهر مردمای نیک پنداشته میشد، به مثل ملکواری. به بابل که در شهر بابل بود، هاروت و ماروت بود، نامش هاروت و ماروت بود. این مردمای یهود تابیداری که شیطانات تلاوت میکرد، شهرت میداد، او را تابیداری کردن. و یا دو شخصی که خود ملک صفت جور کرده بودن برای فریب مردم، از دونمو تعلیمات از وا تابیداری کردن. در این صورت معلوم شد که در شهر بابل دو شخص بوده، هاروت و ماروت. خو لیکن از یا تعبیر به ملک چرا میکردن؟ در ظاهر یا این قدر خب پیر خود جور کرده بود که پرسان نکو، چپنای دراز که تو میرفتی باز دیستی نیت بسته میکرد. 10 دقیقه نماز ازی خلاص نمیشد، باز خیلی با بسیاری طور خود نرم و ملایم میپرتاف که تو میگفتی این عابد. صحیح کنی همیشه که دین ضربه خورده، از کجا ضربه خورده؟ دین بر روی ضربه نخورده، نه در زمان پیغمبر نه در این زمان. هر دشمنی که در مقابل دین قیام کرده، مسلمان ها در مقابلش قیام کرده و او را از بین برده. اما دین که ضربه خورده در لباس اسلام، در زیر لباس اسلام، از طریق اسلام ضربه خورده. این بسیار مهم گپ است. مردم ما را میگه و مولوی صاحب تو یهود نصارا را هیچ چیز نمیگی. ما چرا نمیگم؟ یهود نصارا را میکوبم، چرا قرآن میکوبشه، قرآن رد میکنه. خو لیکن او کسایی که دین زیاد ضربه زده، اونو مردم بسیار خطرناک است. او کدام مردم است؟ لباس خود اسلام جور کرده لیکن حقیقت عمل کفر انجام میده. از او خاطر این مردم خیلی خطرناک است. این دو شخص خودشان بودن ساحر، خو لباس کی را؟
اینقدر در ظاهر خود نیک معرفی کرده بودن که مردم حتی واره چی میگفتن؟ مردم میگفت عالیان ما و شما اصطلاح ماسته فلانی بچه چی طور است؟ فرشته است. فرشته بالکل فرشته خو نیست، خو انسان است، خو عملش میگه ظاهرشی طور است مثل فرشته واره، یا ظاهر خود اینمی رقم مثل فرشته واره جور کرده بودن. و چرا اینطور جور کرده بودن؟ به خاطر که اعتمادشان در بین مردم پیدا شد. وقتی که اعتمادشان پیدا شد، آلی هر نوع نعوذ بالله زهر پاشی کده میتونه، هر نوع گپای از یار مردم میپذیره. اول اعتماد خدا قوی کرده بالای ای گپ. این مردم اینمی 2 نفرم در بابل امی رقم کرده بودن. در ظاهر خب مردم اینک، اما در حقیقت یک دم ساحرا بود، مردم تباه کرده بود. یادتان باشه، شما راست بگوی، بعضی که به نام تصوف و به نام تزکیه، به نام زهد، بی‌رغبتی از دنیا برای خود خانه ها جور کرده یا نه؟ نامشان خانقاه یا حلقه ذکر مختلف ناما مانده. یادتان باشه برادرها، ما قطع حلقه ذکر قطعا دشمنی نداریم، ما قطع زهد دشمنی نداریم، ما با تزکیه دشمنی نداریم. کدام کلمات، کدام مفهوم، کدام حقیقتی که در زمان پیغمبر علیه السلام در قرآن و در حدیث با کدام عنوانی که طرز عمل وجود داشت، امروز هم طرز عمل ما تقویت میدیم، ما مدح میکنیم، ما تایید میکنیم. اما به نام تزکیه، به نام زهد، به نام پیری و مریدی، آلی دکانداری ها شروع شده، مردم تباه و برباد کرده. نعوذ بالله، الله پرستی از بین رفته، شخص پرستی شروع شده. حلال و حرام الله از بین رفته، حلال و حرام مردم چی شده؟ شما همه پیر خوب در ذهنتان بیاره که در کابل وجود داشت 6 روز برو به خاطر تولدش روزه گرفته میشه یا نه؟ روزه عبادت الله است کی روا میسازه؟ بگوی شما الله روا میسازه، لیکن پیر برای تولد خود سری مریدای خود 6 روز روزه را فرض کرده و به نام پیر گرفته میشه. یک. دوم، دختر کمرش بسته میکنه، الله میگه نکاح کنه، او دختر بیچاره جوان امی رقم پیر میشه، آلی نکاح نمیتونه. حلال و حرام در اختیار کیست؟ لیکن آلی این پیر صاحبونه یک چیزی حلال حرام جور میکنه. 2. سوم، ایره خود چی میکنه؟ طعام در سر دسترخوان مانده شده، چنده شده، اوی دستم اپرتافته شده، کلگی که حال شروع کنه طعام بخورن. یک دفعه گفته میشه میگه فرمان داده نشد. این در زمانی گفته شده بود که در افغانستان موبایل نبود. در افغانستان چی نبود؟ موبایل نبود. خودش در کابل در منطقه ما دسترخوان طعامش خورده نشده. چرا؟ میگه فرمان داده نشد. از کابل این جناب پیر به مرید خود فرمان نداده که طعام بخوره. این کفر است یا دین؟ کفر است. چطور از این راه دور فرمان داده شود و چطور چیزی که تیار باشه برای خوردن کسی او را حرام ساخته بتانه؟ کسی حرام ساخته میتونه؟ قطعا نمیتونه. هر کس که الله را حرام بسازه کافر است. دینمی کابلیتان تا امروزه به هزارها نفر گرویده، اونمو قسم آدم است، اونمو قسم آدم. شما بگوید دیگه اگر کسی پیدا شود یک پیر و بگوید تو را میگه که شیخ عبدالقادر جیلانی را در مشکلات صدا بکو، او بر مشکل حل میکنه، این شرک است یا توحید؟ این ایمان، این دین است یا بیدینی؟ به هزارها نفر امیالی امی قسم پیر دستش بوسه میکنه. 2. کسی که عقیده را داشته باشه که در جنگ بدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست و پاچه شد، نمیتونست که کامیاب شود، خب پیری ما قطع از او کمک کرد. پیری که 1400 سال بعد پیدا شده، 1400 سال پیش با پیغمبر کمک کرده، این دین است یا بیدینی؟ ولی امیالی در کابل امی قسم مردم که اینمی عقیده را داره مولای شماست، لنگای کتر را زده، خدا عالم معرفی کرده، خب کس سوال نمیکنه. عجیب است که امروز مردم کدام طرف روان است؟ چی میکنه؟ قرآن برای ما بیان کرد که 2 نفر در ظاهر خدا خوب آراسته کرده بودن، تو دیندار خدا معرفی میکردن که پرسان نکو، لیکن در حقیقت کارای چی را میکردن؟ سحر را میکردن، مردم تباه و برباد کرده بود، از بین برده بود. این 2 ترجمه است. 3م ترجمه، برو ملک است، ملک الله روان کرده برای امتحان. خب به این خاطر نه، ملک الله روان کرده که مسئله سحر خیلی زیاد اوج گرفته بود، مردم مسئله سحر، مدرسه سحر بیخی زیاد بود،
زمانی که پیغمبر معجزه خدا ارائه میکرد اشتباه سری مردم می آمد که یاران آلی معجزه است یا سحر، این پیغمبر است یا ساحر. الله دو ملک روان کرد در شکل انسانا به مردم نشان میداد که معجزه بینمی سیستم است، سحر بینمی سیستم است. اما راه های سحر برشان نشان میداد که اینی سحر از اینی را میشه و معجزه از اینی را صورت میگیره. خو لیکن امی ملائک امی مردم هر کس که امی تعلیم میداد برشان میگفتن ای که ما خو ای ذریعه را که براتان نشان دادیم ای به خاطر ازی که تو خود از سحر نگاه کنی، نه ای که نعوذ بالله با سحر تو پیشه خود بگیری، کسب خود بگیری، مردم از سر اشتباه بکنی. از او خاطر مثل که یک دکتر به کسی نشان میده که سایکو کشتن یک انسان اگر تو بخوای اینی طور کشته میشه، یک رای کشتن اوش کنی که در وقت عملیات اینی جره دست نزنی، چرا اگر دست بزنی آدم زود تکده میمره. آلی دکتر منظورش است که شاگردم تو نشوه که در وقت عملیات از امو موقعی که آدم کشته میشه دمو موقع دست بزنه، از او خاطر ایره نشان میده. لیکن شاگردش چی میکنه؟ فر از امو جای میگیره که زود تکده چی شوه بمره. اینا بهترین موقع دیگه، هر جای که نفرم یک کمی قارش میه از اونمو موقعش میگیره و چی میکنه؟ دست او را میکشه. نه، اینی قسم امو ملائک به مردم میگفت که ما برای امتحان آمدیم، سعی کنی که شما سحر نکنی، فلا تکفر مانا سحر نکنی، چرا که سحر چی هسته؟ کفر هسته، او شما کفر نکنی. بنابر ارسی قول آیات ها را ترجمه میکنم. واتبعوا تابیداری کردن ما از آن چیزی که تتلو شیاطین که شهرت میدادن، تلاوت میکردن یا تابیداری میکردن. ارسی مانا درست است، تتلو شهرت میدادن، میخواندن و تابیداری میکردن. از شیاطین و شیطانا علی ملک سلیمان، در زمانی پاچایی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمانو، کفر نورزیده یعنی سحر نکده سلیمان علیه السلام، چرا که سحر کفر است. ولکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن که عین کفر است. یعلمون الناس سحر، خود چی میکنی؟ به مردم دیگه هم تعلیم دادن سحر، به خاطر که مردم زیاد گمراه شوه او گمراهی در مردم زیاد شوه او رونق پیدا بکنه کاری از یا از او خاطری کارا را میکرد. و ما انزل، نازل کرده نشده. پس کدام شبه که میکردن که سلیمان علیه السلام نعوذ بالله سحر کرده، الله رد کرد که سلیمان علیه السلام سحر نکرده. و ما انزل دیگه شبه شانی بود که ملائک آمده و اینی کارا را کرده، الله میگه نه. و ما انزل، نازل نشده علی الملکین، بالای دو فرشته که مردم میگه که سری دو فرشته سحر آمده، دروغ میگه. به بابل، در مقام بابل، شهر بابل که همون دو ملک یا معرفی میکنن هاروت و ماروت، اج نشده. امام قرطبی رحمت الله علیه میفرمه بهترین توجیه نمی توجیز راستیام در این صورت اج مسئله اج نه ملک است و نه تعلیم سحر، هیچ چیز نیسته، یا از جان خود دروغ میگه. بعد از او باز آیاتا چطور و ما یعلمان، ای شیطانا تعلیم نمیدادن دو تا نفر که یکی با دیگه یک جا میشدن، تعلیم نمیدادن یکی دیگر را، حتی یقول انما نحن فتنه، تا یکی با دیگه خدا میگفتن ای که امتحان شده هستیم، فلا تکفر، ناشکری نکنه. همین دو نفر که یک جای میشد باز دیستی شروع میکردن تعلیم چی؟ سحر. باز یکی دیگه خدا میگفت که سیکو از ما یاد بگی، چرا؟ به خاطری که ما خو امتحان دادم، خبر نشدی که چطور تاثیرات داشت. پس سپاسگزاری از ایرا بکن. در این صورت یا آنقدر پشت اینمی مسئله را گرفته بودن که همی دو نفر رو برو میشد، باز یکی شروع میکرد دیگه خدا سحر نشان میداد و ایران برش میگفت که سیکو سحر می تو رادی نیست، امتحان شده است، اثرات خود گذاشت، از او خاطر تو ناسپاسی نکو، ناشکری نکو، بگی بان که یک چیزی را یاد بگیری. اینی گپ شروع کرده بودن هر کدامشان، بجای از اینکه کتاب الله را بخوانه یاد تعلیم سحر خیلی زیاد چی بود. مثل که آلیه مردم یکی به دیگه خود کمی دو نفر میشینه، در برادر دیگه خود طریقه موبایل نعوذ بالله راههای غلط برش نشان بده، کمی دو نفر یک جای میشه برش میگه اینی شبکه را پیدا کو، اینی چینل را پیدا کو، عجیب چیزاست. آلی خود شبکه های اینترنتی همی ترگپا هست یا نیست؟ ها، کمی دو نفر جوان یک جای میشه، یکیش که بلد است امو دیگر وقت بلد میسازه که از تا جدا نشده باشه، امو نعوذ بالله چینل غلط برش نشان میده. الله تبارک و تعالی مذمت یهودا به می خاطر بیان میکنه که یاد در گناه آن قدر غرق شدن
که یکی دیگه خود سحر تعلیم میداد. این بهترین توجیه است. نه مسئله ملک پایین شدن میه، نه گپا، اما شبهات یهود مکمل رد میشه. باز میگه آلی خو خیر خلاصی چی بود که در اون زمان سحر سحر سحر، باز خود دنیا یک دم سحر، مردم کل مریض رقم بود. الله میگه اینطور نبود که یا تعلیم میدادن حتما دیگه سحر تاثیر میکرد، بازی طور بود. و ما یعلمان فیتعلمون منهما، یاد میگرفتن منهما از همین دو شخص ما آن چیزی را یفرقون به بین المرء و زوجه، که جدا میکردن در بین شوهر و زنش. اینی کارا را یاد میگرفتن، دیگه کدام کار نمیتونستن. و ما هم بی‌ضارین، نبودن یا ضرر رساننده بی توسط سحر خود من احد، به هیچ کسی، الا باذن الله، مگر که الله اجازت کرده باشه، یعنی تقدیر الله رفته باشه، که الله فیصله کرده باشه باز سحرشان اثر داشت. یک ترجمه بود. دوم ترجمه واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تابعداری کردن از آن چیزی که تلاوت میکرد شیطانا، شهرت میداد شیطانا، علی ملک سلیمان، در زمانی پادشاهی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، سحر نکرده بود سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن. خود سحر کفر بود، پیغمبر کفر نمیکنه یا کفر میکردن. یعلمون الناس سحر، مردم هم تعلیم میداد سحر. و ما انزل، تابعداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود، یعنی الهام شده بود. اینجا نزول مثل وحی واره نیسته، در دلش انداخته شده بود. علی الملکین، بالای دو شخصی که خود به مثل ملک معرفی میکرد، به بابل، در شهر بابل، که همون دو شخص به نام هاروت و ماروت شهرت پیدا کرده بودن. یهود بجای از اینکه کتاب خود پیروی کنه، تابعداری شیطانا و تابعداری همین دو شخصی که در شهر بابل شهرت زیاد پیدا کرده بودن. در ظاهر خیلی مردمای نیک، اما در حقیقت چی بودن؟ مردم نعوذ بالله گپای غلط نشان میداد. گپای غلطشان چی بود؟ اگر دیگه هیچ کار نمیکردن، تنها جدا کردن زن و شوهر بگوی نشان میدادن که چه قسم یارا با هم جدا بکنه. پس کلی عمل کردی از جان نفاق و بدبختی، جدایی دیگه کار نبود. این دوم ترجمه است. بازی طور و ما یعلمان، تعلیم نمیدادن همی دو نفر، من احد، هیچ کسی را، حتی یقولا، تایی که برشان میگفت انما نحن فتنتون، ما خو یقینا آزموده شده هستیم، مردمای ما را سابق آزمایش کرده که مردمای نیک هستیم، صلاح شما را میخواهیم، خیرخواهی شما را میخواهیم، فلا تکفر خیر، گپای ما را مکمل بپذیره، ناسپاسی انکار نکنی از گپای ما، از گپای ما انکار نکنی. چرا؟ ما را خو سابق امتحان کرده، و خو سابق چی خدا پخته کرده بود، نه اعتماد خدا، اعتبار خدا، خو آلی شروع به نعوذ بالله گپای غلط کرده بود. از امو خاطر است که در اول مرحله مردمای گمراه حقیقتای خود برملا برای کسی نمیکنه. یادتان باشه یک موضوع را بیخی باید قطع خود نوت بکنیم. فرق در بین فرقه حق یا طایفه تنظیم حق و باطل کدام است؟ تنظیم حق از روز اول راه روش منهج همه گپایش معلوم است، قطعا از کسی هراس نداره، هر کاری خدا برملا دادم روی مردم انجام میده. ما الحمدلله گپی ما حق است، ترجمه قرآن برای ما که در هر مسجد کسی جای میده همونجا ترجمه قرآن میکنیم، پنهان نمیکنیم. خب کدام تنظیم گروه طایفه که اول کاری خود زیر تاکو شروع میکنه، خود ظاهر با مردم کردن نمیتونه، بفهمی که اونجا خلل وجود داره. اگر خلل وجود نداشته باشه چرا علنی اظهار نمیکنه که منهج ما اینه میسته، کار ما اینه میسته؟ شما گروه های باطل خوب ببینی، اول مرحله اصلی حقیقت برات نمیگه، به نام اسلام شروع میکنه، یک قدم پیش میری، دوم قدم، سوم قدم، در چهارم قدم که فهمید که آلی خوب گرویده شده، بعد از او یک گپک برات میگه. بعد از یک گپ، یک شخصی دمی روزا از مزار پیشم آمده بود، برای ما واقعی خدا بیان کرد که در یکی از گروه ها موجود بود. گفت من بسیار پابندی گروه بودم، در یک مجلس خصوصی که طلب شدیم، نعوذ بالله، گفت یک دفعه گپ چی شد که آیا قرآن خوانده شوه یا کتاب فلان چی امو رهبری ما. گفت کلگی گفتن که قرآن چیزی نیست، اصلی چیزی که خیلی مهم است و سبب کامیابی است کتاب امی رهبر است. بعد از او گفتن که این گپ به دیگران نمیگه، این فقط
چی است؟ امانت است در بین خود ما. و مردکه گفت من یک دفعه دق خوردم که عجیب گپ است، کتاب الله را او طرف کن نخوان و کتاب رهبر را بخوان. بعد از او گفت این گپ گفتن که نه، رهبری ما از دنیا نرفته، غایب شده، غایب. ای پس ظهور میکنه، ای پس ظهور میکنه. از ذهنم باز گپ خطور کرد. گفت رفتم پیش یک مولوی صاحب، از مجلس که بیرون شدم پیش یک مولوی صاحب رفتم، به مولوی صاحب واقعه را گفتم که اینطور گپ است. مولوی صاحب گفت که زندیقت خو نمیره، میگه که کتاب الله را نعوذ بالله پایین میدانه مرتبهشه و کتاب رهبری خود بالا میدانه و نعوذ بالله او مرده یا وفات کرده و تو عقیده داری که نه وفات نکرده. او دیگه اصلی حقیقی زنده و نمو شده. این کالبد جسمی که است، میگه روحی از این کالبد که بندی خانه بود بر آمده، تا آلی رای بندی بوده هیچ کار نمیتونست، آلی از این کالبد بر آمده، هر نوع تصرف داره، در هر جا حاضرم شده میتونه، کارم میتونه. این عقیده اکثریت همین مردمایی هستن، همین فرقه های گمراه. شما یک کمی تحقیق کنه، خوب گوشیتان آواز کنه، خوب بفهمی، تحقیق کنه، قدمای بعدیشان باز گپای دیگه میبرایه. گفت بعد از او گفت که زنگ زدن. گفت من یه جوکی نمیکردم. یک مرتبه کدامی قدم سر خورد از امو برادرها. گفتم که عجیب، این خو کفر است، این کفر صریح است. گفت تو نمیفهمی گپاره، سیکو شریعت جداست، طریقت جداست. تو این گپاره باز درک کرده نمیتونی. از کدام طرف مردم گل میزنه. بس این فرمول شد براتان. فرقه حق پنهان نمیکنه، در تاکو نمیره، گپش واضح است، حقایق برملا میکنه، از کسی هراس نداره. هر چیزیش امروز و سبا و 100 سال بعدش هم یک چیز است، تغییر دهش نمیاد. اما فرقه که نعوذ بالله باطل است، نمیتونه همین بطلان خود در اول مرحله به مردم بیان کنه. اگر مردم بیان کنه خب مردم قطعش نیسته. نه، مرحله بعدی در زمانی که امو استعداد، امو قابلیتی که در وجودی تو ستوره خب محو کنه، بعد از او باز تو را کش کرده میبره هر طرف که برد. چرا؟ تو این قدر باز فرفته میشی، این قدر فرفته میشی که امو پیری خدا نعوذ بالله الله میدانی. چی میدانی؟ الله. اینی گپا است. خوب بدانی. از او خاطر اینجا اینی 2 نفر که در قلبشان سحر الهام شده بود، الله در قلبشان انداخته بود برای امتحان و در ظاهر خدا خوب معرفی میکردن، اعتماد خدا خوب پخته کرده بود. باز پسان مردم هم میگفت که سیکو سری گپای ما بی اعتمادی نکنیم، ما خود مردمای آزمایش شده هستیم، آزموده شده هستیم. اگر کدام گپ در ظاهر خلاف از ما دیده، نگوی که غلط است. چرا؟ شما این گپا را نمیفهمی. شریعت جداست، طریقت جداست. این از نگاه طریقت است، نه از نگاه شریعت. باز اینجا میشه نعوذ بالله اغوا کردن. این دوم ترجمه. سوم ترجمه ملک است. ملک الله روان کرده برای از اینکه فرق در بین سحر و چی بکنه، در بین معجزه بکنه. و ما تبع ما تتلو شیاطین، تابعداری کردن از آن چیزی که میخواندن شیطانا علی ملک سلیمان، در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. یهود و نمو چیزا را محکم گرفتن، کتاب خدا همو طرف انداختن، نعوذ بالله بی‌اعتنایی کردن. و ما کفر سلیمان و نعوذ بالله غلط تهمت دیگه هم کردن که کاری سلیمان علیه السلام است. الله میگه و ما کفر سلیمان، سحر نکرده سلیمان علیه السلام. چرا که سحر کفر است، او کفر خود گناه بزرگ است. انبیاء علیهم السلام از گناه خردان معصوم می باشه. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا کفر کردن یعنی سحر کردن. یعلمون الناس سحر، مردم هم تعلیم دادن سحر. در اینجا امید جنیات بود که مردم طریقه سحر نشان داد، مثل که آلی نشان میده. اینی کارا بکنی، اینی طور بکنی، در ورقیتان نمیره نوشته کنه، باز گپ میشه میچله و خودی امید جنیات همو طور میکنه. میاستری یک نفر خدا میپرته او را میزنه در زمین، گاهی داتش مندازه شه، گاهی از دیوار مندازه شه، زخمی زده میکنه. باز میره پیش ملای جادوگر بنابر هدایت جنیات برش میگه در فلان جای برو یک قبر کونه را برات میگه. در الله معلوم که در اونجا قبر انسان است یا نیسته، کله خر شاید دفن شده باشه یا مرده کافر می باشه. خو این خبیث برات میگه اونجا برو، این باز جور میشه. اونجا که بری امید جنیات خدا دور میکنه، مردکه جور تیار میشه. بس تو که پس بیایی آوازه را پخش میکنی و مردم
بچه من اینمی ترشیده بود، دخترم اینی ترشیده بود، پیش فلانی ملا رفتم، گفت دا فلان زیارت ببر. اونجا که بردم تو باور به الله بکن که تک پترهی شد. چی میگه؟ تک پترهی شد. تک پترهی بخواد تالی را جنی را گرفته بود، میزد چه بگوی لط میکرد چه دا گریان می آورد چه چیغ میزد چه مویایش کش میکرد ای گپارا میکرد. اونجا کی رفت الاکت چه اینا بعد از این دیگه خلاص مردم است که پرسان نکو سبا سایکو که بیرق جور شده دیگه، سبا سایکو که خشتیش یکی آورده، لوحیش دیگه آورده، ایره ایتور بابا معرفی میکنه. ای بابای کی دانیسته، کی دانی کجا میدانی که چی کی هسته این اون نموسته معرفی میکنه. شب بعد از او مجاورا پیدا میشه. چرا دکانداری چی هتل والا باز دیگه از او طرف پیدا میشه که خب موقع است، موسم است. اونجا حکومت به سرک نمیمونه مرده چی میگه کراچی این آزاد چای کیتا یکی بردو بفروش. از او طرف سایکو که ملای کتابای کنه والا پیدا میشه در پولیش میشینه. امو طرف دریور خانوز خوش است، در کدام زیارت میری اینی قدر کرایه است. او از اون طرف خوش میشه. سوداگرا و دکاندارا خبر میشه که میله جور شده. اله دیگه میله است، بازار است، بازار. اله ببر چیزایی تا مالدار واسه که بزغاله را ماکم همونجا گرفته. باز برات میگه این زیارت که میایی یک ادومش چی برش میگه؟ ادومش ادوم میفهم؟ ما چی معنا ایره چی طور اصطلاح پیدا کرده میگه ادومش است. ادوم چی معنا؟ در لغت عربی ادوم قطقه میگه، البته یا میگه قطقیش هم است. ما چی معنا داره؟ باز دیگه ادوما شروع میشه، خودش سرت میفرشه پس خودش میگیره، خودش سرت میفرشه پس میگیره. در بدر مزار نمیبینه کدام حالت روان است، شاید شمشیره را نمیبینه کدام حالت روان است. این کدام دین است؟ برو اینمین جا قبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. سری قبر پیغمبر آدم چی کنه؟ پیغمبر چی گفته؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. الله قبر مرا بت جور نکنی که عبادتش کرده شوه، طواف از او شوه، استمداد از او طلب شوه، او را شفا دهنده بدانه، او را مشکل کشا بدانه. الله بت جور نشوه. یعنی بت چی را میگه؟ چیزی که حقیقت نداره تو شکلش الله نیست، معبود نیست، تو معبود فکر میکنی. مشکل کشا حقیقی نیست، تو مشکل کشا میبینی. چرا؟ اگر قبر پیغمبر باشه این معاملات قطعش جایز است؟ قطعا نه. برو که نمازخوانی شروع شد مسجد در پالیش، مردم در پشت قبر نماز خوان. در شهدای صالحین میخوانن نمیخوانن؟ در پالوی قبر. در شاهد و شمشیره میخوانن نمیخوانن؟ و پیغمبر چی میگه؟ لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله سری. ایره در کدام وقت گفته؟ دموز زمانی که پیغمبر آخری حالت جان کندن نشسته که بعد از او از دنیا میره، در آخری موقع امت خدا تحذیر میکنه، امت خدا میترسانه که قبر پیغمبرها را مسجد جور نکنه. او جای عبادت نیست، او جای دعا نیست که شما مشکل طلب بکنه. سعی کنی پیغمبری ما این چیزا میگه، مردم ما چی کرده رویسته. الله رحم بکنه. و ما انزل علی الملکین، تابعداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود علی الملکین بالای دو ملک به بابل که در شهر بابل بود، هاروت و ماروت که همون دو ملک هاروت و ماروت بود. الله روان کرده بود که برای مردم فرق سحر و معجزه را نشان بده. خو این دو ملک هر وقتی که تعلیم میداد مسئولیت خود ادا میکرد. چی میگفتن؟ و ما یعلمان، تعلیم نمیدادن همین دو ملک من احد هیچ کسی را، حتی یقول تایی که اول میفرمودن میگفتن انما نحن فتنه، یقینا ما ذریعه امتحان هستیم. ما ذریعه امتحان الله ما را روان کرده، تو در امتحان واقع میشی. چرا که هم سحر نشان میدیم تا هم معجزه را. خوی تو نشوه که تو با از سحر استفاده غلط بکنی تو علی ساحر جور شوی. نه، ما که تعلیم میدیم صرف به خاطر که فرق در بین سحر و کی شوه؟ معجزه شوه. سری تو اشتباه نبیا که کی ساحر است و کی پیغمبر. فلا تکفر، ای تو کفر نکو، مانایش فلا تسحر، سحر نکو. چرا که سحر چی است؟ کفر است. مسئولیت خود ادا میکرد. اینه می طور گفته بود ای که تو علی نعوذ بالله پشت سحر گرفته کفر کرده رایستی، باز گناه از وان نیست. الله تو را امتحان کرده. هر انسان در دنیا مختار است یا نه؟ رای حقم وجود داره. بت کسی پرستش میکنم وجود داره. اگر در مسجد میره الله را پرستش میکنم چیست؟ موجود است و کلش اختیاری است. فیتعلمون، پس یاد گرفتن، فرا گرفتن، یاد گرفتن منهما از همی دو هاروت و ماروت
ما اوتور چیزی را یفرقون به بین المرء و زوجه، یکی جدایی می آوردن توسط همو چیز در بین شوهر و زن، در بین همی سحر. در جمله عمده ترین کارهایی که یا شروع کردن اینمی کارا شروع کردن که در بین زن و شوهر نفاق پرتن، نعوذ بالله خانه جنگی شوه. الله رحم بکنه. امروزم یا خو ساحرای کارا میکرد. امروز اگر مؤمن و مسلمان خدا میگه و در بین زن و شوهر نفاق مندازه، چی رقم نفاق مندازه؟ به شوهر میگه زنت ولا بیجای میگرده، به زن میگه که شوهر خود رفیق دیگه داره یکی، یا ای برش میگه که چی رقم شوهر داری، چی به درد میخوره، اینقدر پول و پیسه داره بری تویش نه طعام میاره نه میوه نه لباس. اینی را میگه جدا کردن. جدا کردن مطلقی دو فرد مسلمان این گناه عظیم است. خب باز زن و شوهر که جدا میکنی یک قدم بالاست. یک قدم بالا به خاطر این است که جدا کردن زن و شوهر سبب ویرانی خانواده میشه، یک قانونی بستر از بین میبره، اولاد به سرنوشت میشه، در بدر میشه. از همون خاطر است که این عمل سختترین گناه است که قرآن در اینجا برای ما ذکر میکنه. شیطان لعین در حدیث میآید عرش خدا یا تخت خدا سری آب میمانه، لشکر خدا دعوت میده، روان میکنه که بره مردم گمراه کده بره. بعد از اینکه پس جمع میشه هر کدام کارگزاری خدا پیش میکنه به ابلیس لعین. یکیش میگه من فلانی را در زنا مبتلا کردم، دیگهش میگه فلانی را در دزدی دیگهش میگه در سود مبتلا کردم، دیگهش میگه در غیبت مبتلا کردم، دیگهش میگه در دروغ، دیگهش میگه در دزدی. گناه ها را هر کدامشان بیان کرده رایسته. خو ابلیس کله خدا شور داده رایسته که نه چیزی نتانسته. نه شاگردی واقعی من نیسته. باز یکیش میخیزه که دو نفر در بین خود به جنگ انداختم، دیگهش میگه که نه زن و شوهر با هم بگوی جدا کردم در جنگ انداختم. باز آفرینه در پشت اینمی دو افراد خود میزنه، میگه شاگردی واقعی ما شماسته، اینمی شماسته. یکی زیاد خوشی را از کسی که در بدعت کسی را مبتلا کرده باشه از اون بسیار خوش میشه. خب چرا که بدعت مردم ثواب میدانه، توبه است میشیش نمیکشه، همیشه دمو گناه است. از او خاطر اینجا الله امیر بیان میکنه که یهود با جای از اینکه کتاب الله را بخوانه، از او تعلیم بکنه، بعد از او جنبه عملی بده که الله یار نیکبخت کنه. او کتاب الله خواندن سبب الفت و انس است، صمیمیت و امن است که یکی با دیگه یک با مثل چی اعضای یک بدن جور میشه، یا برخلاف ازی در اینمی حالت رسیده. امروز یقین به الله بکنه اما حالت رسیده. زنا را از شوهرها جدا نکرده، مؤسسای کفری امی تبلیغات نمیکنه. حقوق زن گفته تبلیغات سو در افغانستان حقوق مرد کی برآورده ساخته که حقوق زن برآورده بسازه؟ ها بگوی شما. خو لیکن جدایی آمده، یکی را یک نام مانده، دیگر نام مانده. در کدام سرحد ما را با هم جدا کرده؟ تنظیماست که پرسان نکو. در وزارت عدلیه در 500 تنظیم میرسه. هر کدام چی میخوایی برادرم؟ شما تنظیمات چی میخواه؟ اگر خدمت دین الله را میکنی یکی است. اگر میگی نه ما وطن خدمت میکنیم، خب کلگی وطن خدمت میکنه، کلشان یک شعار داره لیکن گروه ها مختلف است. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. خب و ما هم بضارین به، حالی اگر دنیا را سحر بگیره آدم بیخی حواس باخته شوه، اینطور فکر میکنه که البته کلی کارای همی ساحرها معصر است. نه قطعا هیچ سبب بدونی تأثیری که الله برش بندازه بدون اراده الله تأثیر کده نمیتونه. و ما هم بضارین نیست یا ضرر رساننده به توسط همی سحر خود من احد هیچ کسی را الا باذن الله مگر به امر فرمان الله. اگر الله فیصله تقدیر کده باشه اثرگذار میشه. بعضی را الله نوشته کده در تقدیر که سرینی آدم اینی سحر تاثیر میکنه، اونو وقت تاثیر میکنه. در غیر از او تا که الله اراده نکنه تاثیر نمیکنه. الله دیگه مزمتشان بیان میکنه. یک انسان باید چه قسم علم بیاموزه؟ علمی که در دنیا و آخرت به درد بخوره، یعنی که علمی که انسان تباه بکنه؟ کدام علم؟ قرآن کریم بیان میکنه و این قمچین یا تازیانه ادب در فرق سر ماست. سر ما و شما این قمچین میخوره. چرا؟ به خاطر که آن چیزی که سبب کامیابی دنیا و آخرت ماست برای از او پشت دادیم، هیچ نوع اهتمام برش نمی کنیم. مدرسه قرآن و حدیث در کجاست؟ در کابل. بگوی
کدام مدرسه قرآن و حدیث که واقعا حقیقت قرآن و حدیث بیان شود نشان بده؟ وجود نداره. اما کورس انگلیسی چقدر است؟ ایج شمار در یک کوچه 4 کورس انگلیسی است. 4 کورس انگلیسی است. خب ببینیم الله برای ما چی میگه. البته طلب علم منع نمیکنه، بلکه در علم دعوت میده دین اسلام. خب هر چیز برای خود مقام و چی داره؟ منزلت داره. هر چیز برای خود مرتبه داره. یک چیز به مطابق مرتبهش اهمیت بده، نه که از مرتبه بالا. الله میگه و یتعلمون، یا آموختن، یاد میگیرن، میآموزن، ما اوتر علومی را یضرهم، که ضرر برشان میرسانه، ولا ینفعهم، نفع برشان نمیرسانه. این شکایت است از کی مردم ها پشت منفعت خود نمیگرده، بلکه چیزی را یاد میکنه که ضرر برشان میرسانه. چرا؟ سحر یک دم ضرر بود. ولقد علموا، یقینا میدانستن، لمن اشتراه، کسی که بگیره بخره امی علم سحر. خریدن ایمانا که وقت خدا در تعلیم علم سحر مصرف کنه. ما له، نیست برای تو آدم، فی الاخرت، در آخرت، من خلاق، قیصه نداره. بله در دنیا خو یک چیزی پول و پیسه را شاید پیدا کنه، خود در آخرت برشان چی نیسته؟ منفعت نداره. ایره خود میفهمیدن. ولا بیس، خیلی بد است، ما آن چیزی را شروا بهی، که فروختن در مقابل از او انفسهم، نفسای خدا. فروختن نیمانا که وقت خدا دو تیر کردن، وقت خدا دادن و علم سحر آموختن. ای خیلی لو کانوا یعلمون، کاش که میدانستن از عاقبت و انجام طور علوم. امروز هم خمو طور است. مردم خیلی زیاد وقت میده که امیره یاد بگیره، لیکن خبر نداره که انگلیسی چقدر ضرر را بر ما رسانده. امیالی چقدر ضرره. در افغانستان انگلیسی به خاطر از یاد گرفته شده که چینلای غلط خوب آشنایی پیدا کنه. بس حالی ما از همین انگلیسی خود چی را زیاد چی کردیم؟ فایده گرفتیم. بگوی چی فایده گرفتیم؟ بگوی سابق تنها تلویزیون افغانستان میدید، چرا که غیر از فارسی و پشتو دیگر را نمیفهمید. حالی چی را میگه؟ CNN میگیره، از دیگه ش میگیره، از دیگه ش میگیره، شوی خود سبا میکنه پشت ازو. اینی فایده را گرفت. البته من نمیکنیم که انگلیسی یاد گرفتن نشه، هر زبان قابل یاد کردن است، اما اهلش یاد بگیره که استفاده درست از پیشش بگیره. ما باید توسط لسان انگلیسی وقتی که ما یاد میگیریم بفهمیم، تحقیقات بکنیم، اما انگلیسی را تبدیل به فارسی و پشتو بکنیم. چرا کامپیوتر به انگلیسی میشه به فارسی نمیشه؟ اینترنت به فارسی نمیشه؟ میشه. گرچه یک تعداد از علما الله خیر جزای خیر برشان بده بسیار خدمت ها کرده، در اینترنت الحمدلله کل کتاب های اسلامی را داخل کرده، کل کتاب های اسلامی. یک سابق ما برای یک کتاب بیچاره ملا که 3000 تنخواه داشت، تنخواه کجا بود؟ در آخری سال در تیر ماه چی کل معاشش یک سال بعد گندم میداد. چی میداد؟ یا جواری. او کدام هم میداد؟ امو خرمنه که بالا میکرد، بازمو تایبیزی که باقی میمون دوره در ملا روان میکرد. و بیچاره در عمر کتاب خریده نمیتونست. ما یک تعداد علما را واقعا ملامت نمیکنم. چرا؟ کتاب نداره بیچاره، خطش کتاب وجود نداره، مطالعه نکرده، معلومات نداره. دو دانه کتاب صرف نحو را بسیار پوشی گلدار برش کرده، این قدر او را دوست داره که پرسان نکو. نه تفاسیر قطعش وجود داره. یک تفسیر امیالی به طور مثال اظهر البیان یک تفسیر است، عالم برجسته ما الله غریق رحمت کنه نوشته که از شیخ اکرام الدین 4 جلدش بر آمده. بهترین تفسیر است، خصوصا جلد اول بسیار ضرور است. خب بهترین تفسیر است. امور قیمتش یک ملا که 1000 افغانی 1100 افغانی پرداخته میتونه؟ نمیتونه، نمیخره. و خودشان بدبخت به خاطری است که مردم تشویق نمیکنه. در ختم تشویق میکنه، به کتاب خریدن تشویق نمیکنه. شانه کم صدقه جاری مردم شو، امی یک چیزی را یاد بگیره به مردم بیان کنه. یعنی بدبختی در خودی ملای امام است. خب اکثری ملای یقینا معلومات نداره، اما امروز در یک کامپیوتر و در یک موبایل کل کتابا چیسته؟ در یک CD جمع شده. خلاص چند روپه CD قیمت داره اوجا؟ این خیلی قیمت 50 روپه، این خیلی قیمت 100 روپه بگی. در 100 روپه یک کتابخانه که 60,000 کتاب می باشه. چند؟ 60,000 کتاب. خب حالی ببینید چقدر سهولت است.
دنیای دیگه پیشرفته میشه و در کارهای نعوذ بالله مزخرف خود، کارهای غلط و نادرست خود اینمی قدر پیش قدم شده. از امی وسیله که او جور کرده ما و تو هم میتونیم امی اسلام در گوش چینایی برسانیم. زبان انگلیسی را که یاد کردی، اینترنت پر کو از انگلیسی از مزایای اسلام، از خوبی های اسلام. آلی دیگه ارتباط گرفته برو، قطعی مردم مکالمه کو، جر و بحث کو، قطعی آلمانی، قطعی فرانسوی. من خود که میگم که لسان به پیش اهلش باشه از او فایده گرفته میتونه. اگر یک کس انگلیسی واقعی را میدانه و او در اینترنت شروع میکنه اینمی سایت خود آواز میکنه و به انگلیسی مطالب نوشته میکنه، من یقین دارم که از طریق اینترنت چندین مردم در مختلف گوشه های جهان به اسلام دعوت بده او اسلام قبول کنه. هست الحمدلله. اما طور شخص هم داریم. یکی از دوستایم است و میگه مولوی صاحب انشالله که دروغ نگویم، یعنی ما 30 نفر زایده از طریق اینترنت در اسلام دعوت دادیم، قبول کرده الحمدلله. خودشان بعد از اون مکالمه کرده، از ما بسیار تشکری کرده. او چیسته عالی همیشه سوالات میکنه، چیسته انگلیسی را یاد داره و مزایا و امو خوبی های اسلام تشریح میکنه در اینترنت میده. امی کار ما باید بکنیم. کدام مرکز داریم امیالی شما در سطح افغانستان؟ امی قدر مراکز اینترنت کلاب است. برید در اینترنت کلاب اگر یک سایت به خاطر دعوت اسلام باشه ما دستی خود قطع میکنه، قطعا وجود نداره. اما برای غوا کردن جوانا بگوی بسیار زیاد سایت ها خودشان برشان میگه اینی سایت ها چی را میخوایی، اینی سایت ها پیدا کنی دیگه عجیب چیزا را میبینی. خلاص دیگه اینی حالات ماست، اینی در بدری ماست. الله رحم بکنه. ولقد علموا یقینا میدانستن لمن اشتراه، کسی که این سحر خرید ماله نمی باشه فی الاخرت در آخرت برش من خلاق حسا، یعنی نه ثوابی گپا برشان نیست. ولا بیس خیلی بد است ما آن چیزی را شرو که فروختن وقتی خود مصرف کردن بهی در مقابل نمی علم سحر انفسهم نفسای خدا وقف کردن خدا برای یاد کردن از او. لو کانوا یعلمون کاش که میدانستن که در انجام و عاقبت این چیزا به درد نمیخوره. چرا؟ اونجا چیزی به درد میخوره که انسان پیش الله تبارک و تعالی اعتبار داشته باشه، انجام انسان خوب شوه. ولو انهم آمنو، آلی الله ترغیب میده یک طایفه را الله مایوس نگاه نمیکنه، بدیش بیان میکنه، خلل و نقصانش بیان میکنه، بعد از اون رای بیرون رفتش هم بیان میکنه. یهود باز دعوت میده، چی رقم دعوت میده؟ ما هم دعوت میده. ولو انهم آمنو، اول چیزی که بسیار در زندگی انسان مهم است چیست؟ بگوی عقیده صحیح. از خاطر قرآن میگه ولو انهم آمنو، اگر یقینا یا مؤمن میشدن، مؤمنی که قرآن تشریح میکنه، مؤمن واقعی عقیده صحیح و درست پیدا میکردن، بعد از واتقوا خدا نگاه میکردن از هر نوع مخالفت ها، گناه ها، انحراف، نعوذ بالله هر چیزی که مفید نیست از او خدا نگاه میکردن، چه میبود برشان؟ لمثوبتون، پس او ثواب و پاداشی که من عند الله از جانب الله تبارک و تعالی است، خیرون خیلی بهتر میبود برای از این معاملاتی که یا انجام دادن عمر خود مصرف کردن. قرآن برای ما درس میده که مؤمن چند چیز به دردت میخوره: ایمان، عقیده صحیح و عمل درست. عمل درست کی میشه؟ که از امی وسایلی که الله برای ما داده و ما استعدادش داریم درست استفاده کنیم. از کدام را استفاده کنیم؟ رای تقوا. رای چی؟ تقوا. بله، در اینترنت خو هم مرکز فساد است و هم مرکز ترجمه و تفسیر است. تو مرکز ترجمه و تفسیر پشتش بگرد، نه پشتی مرکز فساد بگرد. چرا؟ قرآن برات میگه لو کانوا یعلمون، کاش که یا میدانستن، کاش که یا میدانستن که عاقبت و انجام همچو کارا خیلی نادرست است، خیلی زشت است. اگر میدانستن، اونجا علم برشان ثابت کردن و اینجا میگه که کاش که میدانستن. نه، از نگاه هر عالمی که به علم خود عمل نکنه اونمو علم به منزله چیست؟ بگه عدم علم است. چرا؟ که سری علم عمل نکرد و علم نیست. یقینا اینجا یهود وقتی که خوب میدانستن که کدام حصه در آخرت نداره، لیکن چون که عمل نکردن مثل کی نمیدانستن. یا اینجا لو شرطی است، لو کانوا یعلمون، اگر میدانستن که انجام عاقبتی مردم تباه و برباد است، ما فعلوا، ای کارا قطعا نمیکردن. خب بیچاره ندانستن که اثر نوشت ما چی در بدر میشه، فقط متاع دنیا را در نظر گرفتن، آخرت فراموش کردن.
یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده. دیگه تشریحات سحر ماندیم، همین قدر کفایت میکنه انشالله. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده. لا تقولوا راعنا، نگوی کلمه راعنا را برای پیغمبر. و قولوا، بگوی انظرنا، ای پیغمبر بر ما نظر بکو. واسمعوا، بشنوی کلام پیغمبر. قبل از اینکه انظرنا بگی، بیای گپای پیغمبر گوش بگیره. وللکافرین عذاب علیم، برای کفار عذاب دردناک است. دیگه شو بررسی کنیم. یهود تلاش داشتن پیغمبر علیه الصلاة و السلام سخنای خیلی نعوذ بالله غیر چیستا، غیر ادبی بگویا، نعوذ بالله غیر اخلاقی بگویا و در این سخنای خود توهین و تحقیر پیغمبر بکنه نعوذ بالله. یا خود دشمن دیرینه است. از امو خاطر امروز که هر ارگان نعوذ بالله که توهین مقدسات اسلام میکنه در رأسش یهود قرار داره. ایرا بفهمه، کاریکاتور رسم میکنه، قرآن در میده، قرآن قطعی مرمی میزنه، در رأسش کی قرار داره؟ یهود قرار داره. از سابق ای گپا در ذهن و در ضمیر از یا امی دشمنی وجود داره تا امروز امی گپا را کرده رویسته. راعنا از رعونت گرفته شده. رعونت میگه نعوذ بالله کسی که دو بیعقلی باشه، احمق باشه. منظور یهود از امی کلمه امی بود که با پیغمبر خطابی نعوذ بالله چی بکنه؟ احمق بکنه. یک مانا. دوم مانا، راعی چوپان میگه. چی را میگه؟ اصلی ازی راعینا نیست، راعینا است. ای چوپانی ما. خود چوپان دو مانا داره. اگر به حیثیت ازی بگویی که ای حیثیت تو حیثیت چوپان به ما داری، مثل که چوپان رمی خدا حفاظت میکنه از گرگ و در جاهای خوب جایا میبره، در جاهای الافزار امی قسم در آبها همیشه پابند است که رمی مره نه دزد برده بتانه، نه درنده خورده بتانه و در جای خوب بچرانه. پیغمبر حیثیت چوپانه به امت خود داره، نمیگذاره که امتش منحرف شوه، گمراه شوه، یا کسی سرش حمله بکنه، یا نعوذ بالله گشنه و تشنه شوه. همین رقم است. از همون خاطر هر پیغمبر اول چوپانی را کرده. خو لیکن یک آدم چوپان کی را میگه؟ به علمه که در سر کو وقت تیر کرده، فقط یک بوز و گوسفند شناخته، بگوی دیگر نه رای رسمی اخلاق یاد نداره. از این حیثیت اگر بگوی خب باز توهین است یا نه؟ یهود از این حیثیت راعینا میگفت. این دو توجه. سوم توجه، یهود میخواستن مسلمانا را در شرک واقع کنه. راعی میگه حفاظت کننده را. حفاظت، پیغمبر علیه السلام یا خطاب میکردن ای راعینا، ای حفاظت کننده ما، به خاطری که مسلمان ها همی کلمه را از خود کنه همیشه به پیغمبر چی بگویه؟ ای نگابانی ما. نگابان کیست؟ غیر از الله دیگه کس نگابان است؟ قطعا نیست. اگر کسی عقیده داشته باشه که دیگه کس نگاه میکنه، این شرک است یا توحید؟ از همون خاطر اگر کسی میگه که برو الله و سخی صاحب قط دیار باشه نگاه کنه، تا شرک کرد یا نکرد؟ شرک کرد. چرا که نگابانی الله تنها کفایت میکنه، به دیگه کس ضرورت داره؟ نداره. یا برو میگه در پناه فلان زیارت دادم تا، این شرک است یا توحید؟ این شرک است. این گپا را به خاطر واضح میگم که بسیار خواهرای ما این گپا را نمیفهمه، همیشه این می گپا را میگه. چی میگه؟ ما بچه خدا در دامنی فلانی آقا دادیم. میگه نمیگه؟ دامنی از اوی قدر کلان است که اگر در امریکا بچهش میره دامنی پیر صاحب خطش است، دامنی آقا صاحب خطش است، این را نمیمانه. این طوری گپا شرک است. غیر از الله دیگه کس حافظ و نگهبان نیست. یهود میخواستن با استعمال این کلمات مسلمان ها را هم دینمی بلا پرته که در بین مردم اینمی شرک شایع شوه. شرک چی شوه؟ شایع شوه. از همون خاطر آل مولا میگن نمیگه. مولا کی را میگه؟ مولا کسی که نصرت میتانه، کسی که بگوی مال تصرف سری تو داره. نعم المولا، بهترین مولا کیست؟ الله. ولی آل همی کلمه را کی استعمال میکنه؟ همی مردمایی که مردم دعوت به شرک میکنه. او مولای علی میگه نمیگه؟ مولای علی میگه. چرا؟ به خاطر که مردم از شرک واقع کنه. این دیگه معنیش بود. دیگه معنی خب راعینا، صحابه چرا میگفت؟ راعی به معنای لحاظ کردن است. منظوری صحابه بود زمانی که در مجلس پیغمبر می آمد. صحابه بسیار تشنه بودن، ماوری نبودن، یک ثانیه و سکند نمیخواستن که همو طور تیر شود. پیغمبر که می سخن میگفت، صحابه تلاش داشتن که سخن پیغمبر هو به هو بگیرن.
مقصدش بدانه. از او خاطر تقاضا میکردن از پیغمبر که لحاظ ما را بکو، راعنا لحاظ ما را بکو. یا پیغمبر این گپ 2 دفعه بگو، یا ایست که تا ما نامدیم در مجلس پیش از پیش گپ شروع نکو، به خاطر که از ما فوت میشه این نعمت بزرگ. و از زیاد حرصی که به سخنای پیغمبر داشت این کلمه را میگفتن. لیکن چیست یهود نعوذ بالله ازیرا چی شدن؟ برای خود بهانه پیدا کردن، یا گفتن که اوه خب موقع بر ما پیدا شد. صحابه کلمه را به پیغمبر استعمال میکنه، ما هم استعمال میکنیم. صحابه یک معنا را از پیش میگیره، ما معنای دیگره. یکی از صحابه کرام لغت یزیا یاد داشت. زمانی که یهود آمدن به پیغمبر گفت راعنا، منظوری ریشخند زدن بود نعوذ بالله. او صحابی فهمید. بعد از او به پیغمبر گفت که یا به این نیت اینو میگه میزنه، به این معنا. الله تبارک و تعالی وحی را روان کرد آیت دیگه من نشد که صحابم کلمه راعنا را بگوید. چرا؟ به خاطر که دستاویز شد برای بگوی رسیدن به هدف شوم دشمن. قرآن چی درسای عظیم میده؟ ما باید خود دستاویز برای انتقاد اعتراض دشمن جور نکنیم. این یک درس عظیم است که امروز امت مکمل مبتلاست به این گپ. مسئله حقوق زن، حقوق بشر که یاد زبان گرفته و این اسلحه بزرگی از یاست که سر ما استعمال کرده رایسته. دستاویز کی برش داده؟ بگوی ما دادیم. ما دادیم. زنا کلکایش قطع شد، در رادیو آمدن یا نه؟ در تلویزیون ها نشان داده شد یا نه؟ داغا در جا نشان مانده شد یا نه؟ مویا کنده شده یا نه؟ دمی افغانستان تان سری زنا کدام ظلم است که نمیشه؟ خب آیا این اسلام گفته؟ من میگم این از جهالت اسلامی کارا میشه. کسی که یک روز در ترجمه قرآن بشینه میفهمه که من کیستم، مسلمان کدام شخصیت است. او روز براتان نگفتم که در پسشوی میخیزیم، پدر نالت گفته صدا میکنیم، لیکن برو از پیغمبر علیه السلام از حالات زندگیش معلومات بکن که پیغمبر چی کرده. گردنت بسته تا آلی رقت سیاسر خود مسابقه بدو کردن کرده ای؟ پیغمبر علیه السلام قطع عایشه رضی الله عنها 2 مرتبه مسابقه بدو کردن داشت. یک دفعه پیغمبر پیش شده، یک دفعه عایشه رضی الله عنها. اینقدر کمال آزادیم در بینشان بود. اما در داخل چوکات، در داخل چوکات تلطف، نرمی، اخلاق، آزادی، خوشطبعی در خود چوکات داره. خوشطبعی را نمیگه مثل بعضی نعوذ بالله دور از حاضرا و مسلمانای با غیرت که همو چیگه که خود از دستش گرفته خنده میکنه، ساجق جویده رایسته به یک لباس اوی ناز میکنه که من این قطیزنی خود در پارک آمده. کلگی متوجه شام هسته. این افغان است؟ مسلمان بگذار افغان است؟ افغانی ترکا را نمیکنه. یادیتان باشه. نه، دین برات میگه هر چیز برای خود موقعیت داره، هر چیز برای خود حدود داره. در حدودشی نمی رقم زندگی بکن. مسلمان های ما امروز دستاویز در دشمن داده. مجاهدین ما دستاویز در دشمن داد، خانه جنگی، قتل، کشتار. امروز که تو را افراطگرا میگه، امروز که تنظیمای اسلامی را به نام چی یاد میکنه؟ بگوی وحشتگر، دهشتگرد و وحشتگرد. از کجا میکنه؟ خب ما تو موقع میدیم. دین روز آجی صاحب سر ما قار میکرد که تو فتوا میدی که استشهاد. ما بند کنم، حقیقت نگویم، استشهاد جایز است، شرطشه که کس پوره نمیکنه و او را خب من روان نمیگم. او شرطا را باید مراعات بکنه، باز استشهاد است. نه که او شرطا نباشه استشهاد جایز باشه. والا اونجا کشتن میشه، اونجا را کشته، ما چی طور کنم؟ ما تایید کردیم، ما روان کردیم که میکشن دیگه. ما خود ضمانت نکردیم. مسئله دین ما بیان میکنیم. ما اینجا میگیم زنا حرام است. صحیح است؟ زنا حرام است. و در مقابل کسی از پیشم سوال میکنه، یک مردکه است پیچکاری میکنه، دهانی خود دندانی خود میکشه. بگویم که نکنه یا بگویم بکنه؟ شریعت کدام حکم بیان میکنه میره برش بگویم؟ بگویم. حالی کسی که غلط استفاده میکنه، من گفتم پیچکاری برای درد جایز است. یک آدم میگه مولوی صاحب گفت که سیروم هم بکنی، برو روز تا بگار سیروم تیر کو خرا یا خوکو نه روزه را بفهم نه چیزه. و برادر ما خو حکم دین بیان میکنیم، شما احساساتی نشوید، موضوع را خوب دقیق بشنوید. باز ایران براتون میگم یادتان باشه، شاید توسط شیطانی ما در یک زندان بیفتیم، به الله چی جواب میگی؟ تو به الله چی جواب میگی؟
عجیب گپ ایسته که ما باید متوجه دقیق باشیم در مسائل دین. تو نشه او روز نگفتم که شیخ پنجپیر رحمه الله، الله سرش رحمت کنه، میگفت که ما گفتم سمسره حرام است، شما نری به مردم نگو که مولوی صاحب سنگتره را گفت که حرام است. برادر گپ خب دقیق بشنو، خب صحیح. باز که اشتباهت پیدا شد دوباره سوال کو، آرام سوال کو، آستا سوال کو. اینطور خسته نمیتونی. چرا اینطور میگی؟ همون سال که اینجا ترجمه میکنه یک ریسافت که خیست که تو اولیا را بد میگی، همینطور گفت نه؟ خاک ددان اینطور کسی نمیشه که اولیا را بد بگه. عجیب است. خوب مردم، شما از اونجا که در گوش تبلیغ شده پر کده تا اینجا که آمده دیگه هیچ گپ نمیشنوی، غیر همون تبلیغ از او در گوشی تا یک دفعه میخیزی. تو خوی کمی دقیق شو. این ترجمه است، این ترجمه قرآن کریم است. بسیار گوشی تا دقیق بگی، به هوش بشنو، به هوش بشنو. ما دستاویز ندیم به دشمن که با سر ما چی بکنه؟ انتقاد بکنه. ما بارها گفتیم ما قطع اسلام جفا کردیم، دو جفا کردیم. یک جفا اسلام خودی ما نشناختیم که سرش عمل میکردیم. دوم جفای ما ای شد که عمل کردی ما مانع اسلام آوردن دیگران شد. کدام عمل کردی ما که است؟ این مانع برای چیست؟ اسلام آوردن در دنیای غرب است. تمام عمل کردی ما را در تلویزیون ها ثبت میکنه، جنگای ما را، میخکوبی ما را، بینی بریدن ما را، مرده ها را در دادن، کانتینرها را سوختاندن، کلی از ایره اده تاکوا مردم آتش او تیل الاکو باز در بدیشه. این گپا را در دنیای غرب نشر میکنه یا نمیکنه؟ او که ببینه میگه این عمل مسلمان است، نعوذ بالله توبه از اسلام میکشه یا نمیکشه؟ او مسلمان نکو. به الله قسم تو که ذلیل هستی، به خاطر ذلیل هستی که دین تا ترک کرده ای، با دین جفا کرده ای. نکنی کار نکنی، نکنی موقع را به دشمن نده که سری تو در تلویزیون تبلیغ کنه که اینی مسلمان شوهر زنی خدا اینطور کرده، اینطور کرده. نکو. بیا در اسلام بشی، بیا در قرآن بشی که قرآن چه حقوق برات بیان میکنه. تو چقدر مرتبه و حقوق داری و یک زن چه مرتبه و حقوق داره. در اسلام یقین به الله بکنی مرتبه زن بالاست. چرا مرتبه زن بالاست؟ برابر مادر کسی دیگری کدام مرتبه داره؟ در اسلام بزرگترین مرتبه و مقام از زن است که مادر است. دیگر بگذار. این دین اسلام است. لیکن در جهان معرفی شده که کل خشونت و ضد و تمام بدبختی سری کیسته؟ در اسلام سری زناست از طرف مردان. چرا؟ نکنی او مسلمانا درک بکنی واقعیت را، حقیقت دین بدانی. او روزانه براتون قصه کردم که خواهرها آمدن حقوق بشر معرفی میکردن. حقوق بشر معرفی میکردن از طرف یک مؤسسه است. در مرکزهای خصوصا که دخترها و زنا هستن حقوق بشر معرفی میکنن. چرا معرفی میکنه؟ خبرداری؟ به خاطر که یارا تحریک کنه علیه کی؟ بگه مردا که نه حقیقتا نقص شده. اینجا در مدرسه ما آمده بودن ماشاءالله، اجازه گرفتن مولوی صاحب شروع کنی. الحمدلله اینجا شاگرده هستن که قرآن خوانده، حدیث خوانده، گپا را درک میکنه که وقتی بیان کرد تشریح کرد که نه نقض بشر حق نشه. یک خواهر گفت اجازه سوال کنم؟ گفت بله. گفتم صدق جنین نقض بشر حق بشر است یا نه؟ بیچاره‌گه گالی خودت تو داده نمیتونست؟ گفت بله است. گفت چرا میشه؟ شروع کرد گفت افغانستان جنگ است اینطور است. من برش گفتم خواهرم گپ از افغانستان نمیزنه، از امریکا میزنه. سردمدار حقوق بشر امریکاست. امی قواعد کی جور کرده؟ در رأسش امریکاست. امریکا حکومت پایدار داره، ثابت داره، استوار داره، قانون داره. اما در قانونش امی اجازه به زنا داده شده که سقط جنین کنه یا نه؟ داده شده. آیا تو میخوایی که مادر تو را سقط میکرد و در دنیای امروز نمی آمدی؟ از این که جنایتی بزرگ کدام است؟ و امی علمبردارای حقوق بشر امی را اجازه داده. خواهرک محترم دیگه دست و پاچه شد. من برش گفتم نه خواهرم که وقتی امریکا خودشی را حق بشر را نقض میکنه کجا بریم؟ کدام طرف بریم؟ کی است که امی نقض بشر دو نشوه؟ جواب نداشت. من برش گفتم میفهمی؟ به اسلام پناه ببریم. اسلام است که یک حق نه اجازه نمیده. یک حق عقیده است که ما را منع میکنه. عقیده است که ما تو را نمیگذاره در ادنا جنایت. باز بعد از او گفتم خواهرم کاش که در جای نقض حقوق بشر تبلیغ اسلام به مردم میکردی.
علی رفته استخدام شده در کدام شق. کاش که تو به زنا و خواهرها اسلام معرفی میکردی که اسلام اینطور دین است که حقوق شما را حمایت میکنه، حقوق بشر را حمایت میکنه، حقوق مظلومان را حمایت میکنه. در جهان هیچ نظام دیگری نیست که مثل اسلام واری که همه حقوق ده او مکمل ضمانت شوه هست؟ نیست. اسلام تو را نمیگذاره. برای خود قانون داره، پاچا و یک چوپان اردو برابر هستند در برابر قانونی که الله تبارک و تعالی. ببینه خواهرای ما در خدمت کدام مردم قرار میگیره، چی تبلیغات میکنه. خو اینجا خو مدرسه بود، دیستی سر انتقاد شد، رای تبند کرد. اما در یک مکتب که بری بیچاره نه قرآن نخونده نه حدیثه، تو که بگویی ای دلای از وای اینی قدر کفت میکنه، قطی مرد این قدر دشمنی را میگیره که پرسان نکو، این قدر توهین میکنه مرد. ندیده در تلویزیون ها ظاهر نمیشه؟ نمیگن دمی ترگپاره؟ میگن. خو عاملش کیست؟ عاملش تو مسلمان هستی، دستاویز به کافر دادی که سر تو انتقاد میکنه. اگر تو پابندی دینی تا بکنی هیچ موقع برای انتقاد مردم پیدا نمیشه. تو خانه جنگی نکو، یکی دیگه ترد نکو، قوم پرستی نکو، تنظیم پرستی نکو. به دنیای کفران بانه جور نمیشه که ما در ضد دهشتگردا آمدیم. آسان جواب داده میتونی. چی میکنی در وطنی ما؟ چی کار داری؟ ما خو یک مسلمان هستیم. اگر در فراز زندگی میکنیم، اگر در مزار، اگر در جلال آباد زندگی میکنیم، اگر در بامیان، یک مسلمان هستیم. هیچ نزاعی وجود نداره. خودی ما حکومت به خود جور میکنیم، خودی ما نظام خود جور میکنیم. تو چی میکنی اینجا؟ اگر تو خیلی دلسوز هستی نیروی تموجه باش، ام کمکی تا برام روان کن. خود تو هم نیروی تا روان میکنی، هم کمک در دستی خود میگیری، هم شرکت ها را پس خودید، شرکت کار خودید میگیری. قرضدار افغانستان هم میسازی، پول پس خودید میبری در دولت خود. سرباری دیگر هم چیزی معدنیات پنهان پوشیده مرم شو کار کرده رایستی، دریاها را او قطی خود برده رایستی. تو برای من چی کرده؟ بگو. مرا بگذار که زندگی خدا بدانم. مرا بگذار که یک دفعه دست به دست شویم افغانا، در گیلم مذاکره بشینیم و بگویم که تو چی کار داری؟ تو پروانی چی کار داری؟ تو لوگری؟ تو جلال آبادی چی کار داری؟ تو بامیانی؟ کدام؟ کلگی چی میخواد؟ دمی افغانستان کلگی چی میخواد؟ اسلام. چی میخواد؟ امن در وطن خود میخواد نمیخواد؟ خیلی نزاع از کجا پیدا شده؟ امی استعمار است، امی دشمن است که ما را شاخ کرده، شاخ کرده. از پایم اونجا ما کم گرفته، پایم بند است بیچاره، خود شور داده نمیتونم که با مجرد یک کمی خود شور بدم برام میگه قطع میکنم. فکر بگیری که قطع میکنم. من مجبور هستم. او برام دستور میده، من از زبان خود بیان کرده رایستم. عجیب نیست؟ قرآن برای ما میگه نکنه. قاعده از اینجا برآمد، هر کلمه که دو معنا داشته باشه، چند؟ یک معنای صحیح و یک معنای غلط، او کلمه استعمالش حرام است. چرا؟ به خاطری که در ضمن معنای صحیح معنای چی موجود است؟ غلط موجود است. یک قانونی کلی شد. قانونی کلی که شد، حالی دیگه کلمات استعمال نمیکنی. تو میخیزی دروده میکشی، درودی که پیغمبر علیه السلام در زبان خود گفته. بزرگترین درود کدام درود است؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این درودی که از زبان مبارک کی برآمده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه. آنقدر بزرگ درود است که در نماز باید امیره بخونی. در بزرگترین عبادتت باید کدام درود بخونی؟ اللهم صل را. لیکن ملاگک و کسی که دی حقیقت دین نمیفهمه، مردم در شرک مبتلا میکنه، و درودی تاج برد میکشه. درودی چی؟ برد میگه دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. پیغمبر دفع کننده بلاست، وبا است، قحط است، مریضی است، درداست. این دو مطلب داره. با یک طریق معنا درست است. پیغمبر ذریعه از بین بردن این گپا شد، واسطه شد یا نشد که اسلام آمد، این گپا از بین رفت. همونطور است یا نه؟ اما حقیقتا دفع کننده پیغمبر است. پس یک معنای صحیح داره، یک معنای چی داره؟ غلط داره. به خاطر از اینکه امی معنای صحیح معنای غلط داره که استعمال امی لفظ نارواست. عبد الحسین و عبد النبی یا عبد الرسول دو معنا داره، یکی صحیح یکی غلط. عبد به معنای غلام. یک آدم غلام یک کسی شده میتونه نمیتونه؟ در زمان سابق کنیز غلام بود یا نبود؟ غلام خدمتگار هم میگه.
یک آدم خدمتگار پیغمبر غلام پیغمبر باشه افتخار است. این چی است بگه؟ لیکن عبد یک معنای بنده را داره. چی را داره؟ او بنده برای الله میشه و برای مخلوق. از امو خاطر این نام گذاشتن حرام است. این نام شرک است. این نام چی است؟ شرک است. کسی که تو نام داشته باشه زودترین فرصت دور بدشه، وگرنه در هر مرتبه که به مردم برش آواز میده گناهگار است. چرا؟ به خاطر که معنای چی را داره؟ از خود معنای غلط داره. این الفاظ قطعا الفاظی که موهم شرک است استعمال شده بگوی نمیتونه، قطعا استعمال نکنی. ما میگیم از جای دور آواز دادن یا محمد، یا محمد خو غیر از او هم نادرست است. چرا؟ پدری خود آدم نامیشه نمیگیره. از او خاطر صحابه به پیغمبر یا محمد صدا نکرده. اگر کسی صدا کرده یا منافق است بگوی یا جبرئیل امین صدا کرده که او مکلف نیست به گپا، یا الله صدا کرده، یا اعرابی که آدم دیهاتی که معلومات نداشت، یا منافق صدا کرده، یا یهودی. خب لیکن صحابه چی میگفتن؟ یا بگوی رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله. این در وقتی که پیغمبر حاضر در مجلس بود. حالی که در دور صدا میکنی یا که صدا میکنی چی معنا داره؟ که او آواز مرا میشنوه. کسی که عقیده را بغیر از الله با کسی دیگری داشته باشه که آواز مرا بلا اسباب میشنوه، این شرک میکنه یا توحید میکنه؟ شرک میکنه. لیکن بیایی که ملا سری از این مناظره داره قطمه میگه باید ما میگیم این گفتن نادرست است او تو میگی نه درست است. قرآن برات میگه تو الفاظ استعمال کردن نادرست است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، ایمان تقاضا میکنه که لا تقولوا راعنا، نگوی شما کلمه راعنا را اگرچه شما به مطلب و نیت صحیح میگی. نیت صحابه کرام خو غلط نبود؟ نبود، درست بود. و قولوا، بگوی از دی خاطر که یهودی کلمه را نعوذ بالله سوی استفاده میکنه، بگوی که انظرنا، بر ما نظر بکو. در اصطلاح ما ای پیغمبر توجه به ما بکنه، توجه به ما بکو. یک سخن تکرار بگو، یا ایسته که آرام آرام بگو که ما مطلب خوب بفهمیم، یا ایسته که سخنای تا زمان شروع کو که ما حاضر شویم در مجلس، پیش از که حاضر نشده باشیم تو شروع نکو، به خاطر که مطلب و مقصد از ما فوت میشه. واسمعوا، ای جنزر نام نگوی، خلاص قرا گوش بمانه، گوش که پیغمبر چی بیان میکنه. واسمعوا، گوش بمانه، بشنوه. واسمعوا، قبول کنه، به دل و جان سخنای پیغمبر قبول کنه. معنی است که آماده شنیدن خدا بکنه، خدا آماده کنه که پیغمبر چی میگه. قرآن چی درسی بر ما میده؟ یقینا مجلس پیغمبر و سخنای پیغمبر خود در بود یا نبود؟ ادب نشان میده الله به صحابه که در مجلس پیغمبر آمده خودتان گپ گداز هایوهوی بی جای وقت ضایع نکنه، گوش ببانی که پیغمبر چی میگه. اگر ما با علمای خود با مردمای فامیده خود وقتش ضایع نکنیم، بعضی اوقات شما باور به الله بکنه بعضی پیدا میشه میای ازیکو او برادر من نبرش گفته میتونی که مخو وقتم ضایع میشه، اینمی وقتی خوابم است، یا من اینی طور وقتی درسم است، آمده می باشه قصه برش خوشش میاد، گوی ازوکو چیزایی را میگه که آدم ایران میمانه. نه، الله بر ما ادب نشان میده. هر کس موقفش مقامش در نظر بگی. یک آدم به گپ زدن وقت نداره، ضرورت داره. تو میری قطع ماموری دفتر میگی که امو زمین خداینی کاریده بودم بازین تر شد، چی شد، چی برش میگه، چی آفت سرش آمد این تر شد. و برادر مامور است، بگذار کی کاری مردم بکنه. معلم است درس میده، تو آمده برش قصه را شروع کرده. نه، هر کس مقام و منزلتش بشناس، وقتش بشناس. یکی از جمله ایرا گله دارم، بعضی دوستا در این طور موقع بر ما زنگ میزنه که 11 بجه می باشه. ما واقعا تلفن‌های خود اکثر اوقات حالی نو کم خاموش میکنم. چرا؟ که بسیار چی آمد سرم، بوج آمد سرم دیگه. عمیق فکر نمیکنه که این وقتی خواب است یا وقتی سوال کردن. تو بگو اگر من زنگ بزنم امیر از خواب بیدار کنم، چرا؟ هر چیز باید ما آدم وقتی و موقعش بشناسه. یه ادب است. خصوصا در مجلس پیغمبر علیه السلام الله میگه که صحابه شما گپ نکنی، گوش بگیره، آمادگی به شنیدن کنه که چی پیغمبر میخواه، چی میگه. وللکافرین عذاب علیم، برای کسانی که انکار میکنه از حقایق
عذابی دردناک است. این یهود کافر است و به این کافر اینمی عذابی دردناک است. ما یود الذین کفروا دیگه خباثت از یاره بیان میکنه. دنیای کفر نمیخواه مسلمان ها حکومتی به امن داشته باشه. اگر هر نظام بیایه و قانون اسلام پیاده بسازه وطن آرام میشه و نمیشه؟ دزدی گم میشه یا پیدا میشه؟ گم میشه یا نمیشه؟ مکمل گم میشه، امن برقرار میشه. خود دنیای کفر میخواه امی امنه؟ نمیخواه. یا دشمن هستن، نمیخواه که مسلمان ها با هم جور شوه، امنیت بیایه. ما یود الذین دوست نداره و کسانی که کفر و کافر هستن، یعنی دشمنی سخت همراه شما داره. من اهل الکتاب، از اهل کتاب، کسایی که دعوا داره که خود یهود و نصارا معرفی میکنه. ولا المشرکین، و نه مشرکا دوست داره. چی را دوست ندارن؟ ایونزل علیکم، که بیا بالای شما من خیر، از خیر، من ربکم، از جانب پروردگاریتان. کدام کتاب که میایه یکی سرمایه سعادت نیکبختی دنیا و آخرتتان میشه، و کتابی که طرز زندگی درسته براتان بیان میکنه، یا خوش نداره که سر شما نازل شود؟ نزولش خوش نداره، تفسیر و ترجمهش خوش داره؟ قطعا خوش نداره. گپی من نیست برادرها، این گپی کتاب الله هست. این کلامی کیست؟ الله میگه که یهود و نصارا خوش نداره امن شما را. الله میگه که یهود و نصارا دشمن، مشرکین دشمن شماست. امروز چطور برادرها برش میگیم؟ خیرخواه برش میگیم یا نه؟ لشکر صلح و امن برش میگیم؟ قرآن خو میگه که یا دشمن است، دوستای خارجی. خو لیکن یا خو بسیار تلاش دارن که مانع شون. هر خیری که سر ما میایه، خیر یک کلمه خیلی وسیع است. اگر اقتصاد ما صحیح میشه، اگر اولاد ما تحصیل یافته میشه، اگر نظم و نظام در وطن میاد، اگر فضای صمیمیت پیدا میشه، اگر عمل به احکام الله میشه، کلی از یا چیست و یا میخواه نمیخواه. خیر ما چی کنیم؟ الله میگه شما پابند نظامی مشوه، باز غم نکنه. نگویی که وا پیشرفت است، بم اتم داره و 52 داره و این طوری گپا داره. اینمی کلی وسایل و نیروهای قوتی زندگی قطعی از یاست. غمش نکنه. چرا؟ الله رحمت خدا براتون روان میکنه. والله یختص برحمتی، الله خاص میسازه به رحمت خود که اسلام و نبوت است. من یشاء، به کسی که الله بخواه، و الله کسی را میخواه که پابند نظامی کی باشه؟ الله باشه. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب احسان بزرگ است. صحیح که در دست تو مسلمان چیزی وجود نداره، لیکن وقتی تو اتحاد بکنی، به نظام الله عمل بکنی، انشالله امی دشمنا کارگری تو جور شوه. بیا به تو چی بکنه؟ عاجزی بکنه. بری تو ذلیل امی طور خدمتی تا بکنه. شرط است که تو واقعا به الله تسلیم شوی. ما ننسخ من آیتنا و ننسیها، ما نسخ نمی کنیم، بالا نمی کنیم، از بین نمی بریم. من آیت، یک آیت، لفظ آیت یا حکم آیت یا اردویشه، او ننسیها یا به تاخیر مندازیم. یک مانا یعنی حکم همی آیت به تاخیر مندازیم، او ننسیها یا فراموش میکنیم از دل تو که بیخی از بین بره. ناتی بخیر، آوردن میکنیم بخیر منها، به بهتر از همی آیت، ده ثواب، ده عمل، ده موافقت امرای مصلحتا. یعنی اینطور آیت میارم که با مصلحت خیلی موافق از سابق باشه، ده ثواب از سابق کده خیلی بهتر باشه. او مثل یا به مثل آیت سابق باشه، ده ثواب، ده عمل یا ده موافقت مصلحت. الم تعلم، تو نمیدانی که ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. یهود یک راه نمیمانه که مسلمان آرام بمانه. اگر قدرت پیدا میکنه اعتراض، انتقاد و حمله میکنه. اگر نمیکنه شبهه انداختن، شک انداختن کار دیرینه ای از یاست. یک نفری از یا آرام نمیشینه. یک شک و شبهه را در بین مسلمان ها پیدا کرده رویست. دو زمان هم پیدا میکرد. قبله مسلمان ها که داشت، اولین حکمی که منسوخ شد در اسلام چی بود؟ به تحویل قبله از بیت المقدس به سوی بیت الله بود. این مردم آرام نشستن، اون پشت سر در پاره دوم بر ما میاد. یک آوازه را پخش کردن که برادر، این پیغمبر میگه این کتاب الله است، چطور حکم الله باشه که یک روز طرف بیت المقدس نماز بخوان، دیگر روز طرف بیت الله؟ این کتاب خودیش است.
برای خود امی کارا را میکنه. یک تعداد مردم که معلومات کافی نداره دیگه این شبهه در ذهنشان بسیار خطرناک واقع میشه نمیشه. مثل شبهه های که زناکار میگه او خود زنا کرده برادر چی گناه کرده. شبهه ها خیلی مؤثر تمام میشه برای انحراف جامعه و یهود همیشه از این شبهه ها کار گرفته. امروز هم کسی که معلومات کافی در اسلام نداره فلسفه اونمو جزاهایی که اسلام مقرر کرده در زنا، در دزدی، در قتل اینمی را فلسفهش نمیدانه بسیار برشان عظیم و بزرگ تمام میشه. میگه آدم زنا کرده برادر خواهش نفسانی است الله در وجودش گذاشته تقاضایش آمده پوره کرده چرا کشته شو. لیکن کسی که معلومات داره که زنا کردن نعوذ بالله داغ نهادن در دامن پاک جامعه است، زنا کردن نعوذ بالله اختلاط در نسب میه، زنا کردن تجاوز در حریم یک شخص است، بیعزتی یک شخص است، زنا کردن نعوذ بالله سبب هلاکت نسل است. چرا او طفل هیچ کس در تاول نمیگیره، از او خاطر امو زن باز میگیره به طریقه دکتر چی میکنه؟ سقط میکنه در زباله‌دانی مندازشه. این فلسفه ها را این مردکه نمیدانه، امو تبلیغات سوی دشمن سر در ذهنش کار میکنه. میگه دزد بیچاره از گشنگی چرا گشنه است که دزدی کرده چرا دستش قطع شود؟ من میگم صحیح است که گشنه است لیکن راه دیگه نداره که گشنگی خود رفع بکنه. آخری مرحله آخری سوال است. از چی است بگه؟ که از مردم سوال بکنه. یعنی 1000 راه دیگه وجود داره که امی گشنگی خود رفع بکنه، با یکی مراجعه بکنه. هیچ وقت در اسلام ترحم و ایگپا قطعا است. بر علاوه زکات هنگامی که ما یک نفر میبینیم که یقینا در بیگاه چیز نداره و تو داری، در او اکثر ما فرض میشه که یک چیز برش بدیم یا نمیشه؟ بالکل فرض میشه. راه ها دیگه وجود داره. قاتل میگه خب بیا زور قتل کرده، حالی چرا این را قتل میکنی؟ جواب برش نمیسته. به خاطر قتل میکنم که دست دیگه گرفتار شود. اگر این را قتل نکنی باز در هر کس که قارش میاد چی میکنه؟ هر کس که قارش به کسی آمد آیستا کرده چی میکنه؟ میگه مزاحم بزرگ است. چرا قطعی هر روز مقابله بکنم؟ وکیل پارلمان قطع مقابله داره، یک نفر دستور میده میگه چی کن؟ بکشه. اون نفرم میفهمه که کس مرا قصاص نمیکنه، امی دیستی مثل اواره میکشه یا نمیکشه، میدان برای خود صفا میکنه. باز میبینی که در یک روز 100 نفر کشته میشه. تو ډوډۍ خور کافر این فلسفه ها و حکمت ها را نمیدانی، تو عقل سلیم نداری. خب مسلمان گاهی با این شبهه ها چی میسازه؟ بگوی در شک مندازه. شک اسلام چی طور دین است؟ وقتی که میگه حق زن و مرد، میگه چرا میراث به مرد 2 حصه است به زن 1 حصه است؟ بیچاره نمیفهمه که 1 حصه زن از مرد کده زیاد است. وقتی که زن میگیره مرد مهر میپردازه یا نمیپردازه؟ نان و نفقه زن و اولاد سر کیست؟ از زن هم مهرش هم سالم باقی میمانه، میراثش هم باقی میمانه، کلی تکالیفش در دوش کیست؟ شوهرش است. خیرو خو سالم باقی میمانه، اما 1 حصه هم زیاد میشه. خب لیکن این نکته ها را نمیدانه. بسیار باز همین کسایی که در غرب زندگی میکنه بیچاره معلومات اسلامی نداره، پس که همین گپا را میزنه نه، متاثر شده از این تبلیغات زهراگین همین دشمن، از او خاطر اعتراضات میکنه. در این میدان یهود اول نمره است. تلاششان نمیسته که شک و شبهه را در دل مسلمان ها خلق کنه. از امو خاطر وقتی که یک حکم قرآن منسوخ میشد یا انتقاد میکردن که چه رقم؟ اگر حکم الله باشه همیشه است. البته حکم الله نیست که یک روز یک چیز میگه یک روز دیگه چیز میگه. این شبهه وارد کردن است. خب لیکن شبهه وقتی وارد میشه که ما بگوییم که الله تبارک و تعالی نعوذ بالله نمیدانست یک حکم برای ما روان کرده بود، خب پس آن چی شد؟ غلط ثابت شد، از او خاطر تبدیل کرد. نه، الله فهمیده بود که اینمی دوا تا اینمی روزه تاثیر میگذاره، بعد از این روزی تاثیر. و این دلیل بالای مهارت طبیب است یا نه؟ طبیبی ماهر دوا که برات داد برات میگه تا 1 هفته این دوا را میخوری، او میفهمه که در وجود مریض اینی دردا گم میشه. خب لیکن اگر این دوا را ادامه بده اینی عوارض دیگه پیدا میشه، برش میگی دوا را بس کو، میگه این دوای دیگه را بخو. این دوای چی را؟ این را میگه بیان انتهای حکم. بیان چی؟ الله میدونه که اینمی حکم تو اینمی زمان قابل چی است؟ عمل است. بعد از این اونمو زمان مردم این حکم برشان مناسب
نیسته. از او خاطر الله این را تغییر و تبدیل میکنه. نسخه با 3-4 معنا آمده: تبدیل کردن، ازاله، زائل کردن، محو کردن، به این معنا آمده. در اصطلاح شریعت از بین رفتن یا زائل شدن یا لفظ کلمات قرآن کریم یا حکم امی آیت یا اردویشه به نام چی یاد میکنه؟ نسخه. البته فرق در بین متقدمین و متأخرین است. متقدمین که در حکم ادناترین تغییر بیاید، عام خاص بسازی یا خاص عام بسازی، مطلق مقید مقیده مطلق بسازی یا یک وصفش تغییر بیاید، دیگه او را به نام چی یاد میکنه؟ نسخه یاد میکنه. از او خاطر به اصطلاح ازوان نسخه خیلی زیاد است. 500 آیت در جمله آیت های چی میشمارن؟ منسوخ. اما به نزد متأخرین نسخه یک مفهوم خاص داره. نسخه او را میگه که یا خود کلمات قرآن قابل تلاوت نشوه، یا حکم امی آیت قابل عمل باقی نمانه، یا اردویش از بین بره. این را به نام چی یاد میکنه؟ از امو خاطر آلی دیگه 20 آیت یا چی میگن؟ منسوخ. لیکن امام سیوطی رحمت الله علیه را ذکر کرده. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله او میگه که 5 آیت در قرآن کریم منسوخ است. در 20 آیت در 15 آیت دیگه چی کرده؟ طور معنا را طوری میکنه که آیت منسوخ نمیشه. پس آن علمای عصر حاضر ما در 5 آیت هم طور توجیه میکنه که هیچ نسخه نمیآید. خب این معنا را نداره که نسخه واقع نیست. نسخه چی است؟ بگه واقع است. آلی نسخه 3 قسم داره: لفظ و حکم اردویش منسوخ، لفظ منسوخ حکم منسوخ نه، حکم منسوخ بگه لفظ بگه منسوخ نه. حکم و لفظ که اردویش منسوخ شده باشه. برای از این مثال در حدیث عایشه رضی الله عنها می فرماید که طفل یک شیر یک زن بخوره بچوشه، اگر 10 مرتبه بچوشه، 10 مرتبه ایمانه که 10 قل کمی سینه مادر را کش میکنه از امو زنه، 10 مرتبه کش کنه، اینجا حرمت رضایی چی میشه؟ ثابت میشه. در اول امی در قرآن کریم آیت بود که کسی طفلی که 10 مرتبه از سینه یک زن بچوشه، اینالی او حرمت رضاعت در بینشان چی میشه؟ پیدا میشه. پس آن این توسط 5 کش کردن چی شد؟ منسوخ شد. پس همو 10 مرتبه کش کردن ام لفظش منسوخ است بگوی، ام حکمش منسوخ است. خو لیکن 5 مرتبه کش کردن ای لفظش منسوخ است، حکمش باقی است. از او خاطر مسلک احناف نه، مسلک دیگه کلی جمهوری اکثریت علمایی است که طفل تا وقتی که 5 کش کردن از سینه یک زن نکرده باشه حرمت رضاعت ثابت نمیشه. پس حکمش باقی است و لفظش منسوخ است. او مثالی که چی باشه؟ لفظش چی منسوخ نباشه، حکمش منسوخ باشه. لفظش منسوخ نباشه، حکمش مثل مناجات کردن با پیغمبر علیه السلام. کسی که مجلس با پیغمبر میکرد، الله اول گفت که باید شما چی بده؟ صدقه بده. چی بده؟ تا که صدقه نداده باشه در مجلس پیغمبر رفتن نمیتونه. امو بود که الله پس او را چی کرد؟ منسوخ کرد. لفظ باقی است لیکن حکمش باقی است نیست. این 3 قسم نسخه وجود داره. در اینجا اولین نسخه در مسئله قبله آمد. یهود اعتراض کرد، الله جواب میده. الله جواب اینطور میده که ما یک حکم یا لفظش دور نمیکنیم یا حکم دور نمیکنیم یا اردو را دور نمیکنیم مگر در عوضش از او که در خواب در ثواب و در عمل و در موافقت مصلحت میاریم یا برابری از او میاریم، یا برابری از او در ثواب یا در عمل یا در موافقت مصلحت یک حکم میاریم، یا است که بیخی از دل میکشیم هیچ نمیاریم، یا است که حکم یک آیت یا حکم لفظ آیت یا حکم آیت در تاخیر مندازیم، یعنی منسوخ نمیسازیم. چیست؟ حتما در عوضش الله میگه ما اینی کار میکنیم و این کار کرده نیست. چرا؟ این مفهوم از این را نداره که نعوذ بالله الله نو فهمید. الله از وقت فهمیده که اینی حکم تا اینی وقت دوام میکنه. شرایط نسخه است که همیشه نسخه در اوامر و نواهی میه، در اخبار نمیه، یا بله نسخه در او اخباری که در ضمنش امر و نهی باشه درش آمده میتونه. در اخبار در آن چیزی که صفت الله آمده نمیتونه نسخه. و دیگه است که نسخه حتما
توسط نص ثابت شده باشه که خود پیغمبر گفته باشه که اینی منسوخ است، یا صحابی نقل کرده باشه که اینی منسوخ است، یا است که نگفته خدا بین دو حکم تضاد پیدا میشه. چی میشه؟ و یکیش جمع در بینشان امکان نداره، تاریخشان معلوم است که یکی تاریخ سابقه داره و دیگه تاریخ آینده داره، اونو وقت باز به حکم به نسخ میشه. این نسخه اینی شرطا داره. این تو نیست که هر کس بگویه، مثل که حالی شما مولوی صاحبا در مساجد میگه که میگه رفع الیدین چی میگه؟ منسوخ شده. چرا منسوخ شده؟ کی گفته منسوخ شده؟ از کجا پیدا شد که منسوخ شده؟ و خب منسوخ در وقتی میشه که جمع ممکن نباشه. اینجا جمع ممکن است، ام رفع الیدین کو ام نکو. نماز سر هر دو چی میشه؟ میشه. ای چرا میگی که منسوخ است؟ به خاطر از اینکه میگه عملی تو را چی کنه؟ از بین ببره. از این خاطر یا میگه منسوخ. نه، منسوخ برای خود شرایط داره. الله در اینجا جواب میده. کسی که در نسخ اعتراض میکنه سری دو صفت الله اعتراض میکنه، یکی سری صفت قدرت الله، یکی سری صفت علم الله. چرا؟ وقتی که میگی که من نسخ باید نبیه، معنایش ایسته که الله تبارک و تعالی قدرت نداره که یک حکم دور کنه و دیگه یک حکم جابجا کنه در عوضیش. از او خاطر انتقاد سر صفت الله است. دوم، کسی که میگه نسخ نیست، چرا؟ اگر نسخ شوه نعوذ بالله معلوم شد که حکم برش معلوم نبوده، پس اعتراض بالای صفت کیست؟ علم الله. او اعتراضا شده نمیتونه. پس اصل یک در اینجا یک تفکیک دیگه در بین انسا آمد اینجا و نسخ آمد، و یک گپی دیگه به نام بدا یاد میکنه. بدا بی دال الف همزه در پشت سرش باشه. نسخ هم در قرآن آمده و انسام آمده. انسا تاخیر انداختن یک حکم که الله فرمانش روان نمیکنه که باقی میگذاره یا از بین میبره، و یک انسا به معنای فراموش کردن که الله تبارک و تعالی از قلب پیغمبر لفظ حکم مکمل بگیره بیخی فراموش شود. این کار الله بگوی میتونه و میکنه. یکی بداست، بدایی را میگه که پیش به الله مصلحت یک چیز معلوم نباشه، بگوی پسان باز برش معلوم شود که این گپ ما خطا کردیم. نعوذ بالله. کسی که عقیده به بدا داره او چی مشرک است یا مؤمن؟ مشرک است. چرا که به صفت علم الله عقیده نداره. ما میگیم الله در ازل عالم است یا نه؟ هر چیزی که در آینده واقع میشه الله در ازل عالم بوده، سری وقوعش، سری همه گپایش. و این تو نیست که الله از اول نمیدانست پسان بگوی دانست. این گپ غلط است، نادرست است. ما ننسخ من آیت، ما دور نمی کنیم، زائل نمی کنیم یک آیت، لفظیشه یا حکمیشه یا اردویشه، او ننسیها یا پسان نمی سازیم حکم یک آیت، او ننسیها یا فراموش نمی سازیم. نأتی بخیر منها، آوردن میکنیم به بهتر منها زمی آیت، ده ثواب ده عمل ده یکی موافق مصلحت می باشه، او مثلها یا به مثل آیت سابقه ده ثواب ده عمل می باشه یا موافق مصلحت می باشه. الم تعلم، آیا تو نمیدانی مخاطب سری نسخه اعتراض کسی میکنه که او عقیده به قدرت الله نداره؟ تو نمیدانی که ان الله علی کل شیء قدیر، الله بالای تمام چیزا قدرت داره. یک لفظ تبدیل میکنه در جایش دیگه لفظ میاره، یا لفظ تبدیل میکنه لیکن حکم باقی میمانه، یا حکم از بین میبره لفظ باقی میگذاره. الم تعلم، آیا تو نمیدانی مخاطب ان الله که یقینا الله تبارک و تعالی له ملک السماوات، در اختیار عزیزته تصرفات پادشاهی آسمان ها و زمین، پس در احکام خود هم تصرفات کرده میتونه. و ما لکم نیست برای شما من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، من ولی کسی مالک نفع و ضرر. ولی اینجا متصرفه میگه، ولا نصیر، نه امداد کننده یا نصیر حفاظت کننده. کسی که تو را نگاه کنه و امدادی تا بکنه غیر از الله دیگه کس پیدا نمیشه. ام تريدون ان تسالوا رسولکم، این خطاب به مشرکین عرب است یا است که خطاب به صحابه کرام است؟ هر دو قول درست است. یا خطاب به یهود است. یهودا در زمان خود بالای موسی علیه السلام سوالای بی مورد و بی جا را میکردند. در زمان پیغمبرم شروع کردن سوالای بی مورد از پیغمبر علیه السلام. الله برش میگه که شما اراده داری که توری سوالا بکنه، اما سوالای بی مورد و بی مفهوم که از موسی علیه السلام کرده بوده این سوالا را نکنه. یکی یا ایست که ادب میده به صحابه کرام که ای صحابه
عمر پیغمبر قیمتی، مجلس پیغمبر قیمتی، سخنان پیغمبر قیمتی. یادتان باشه که وقت چیزای به مفهوم صرف نکنه، خصوصا از پیغمبر علیه السلام. یا است که خطاب برای مشرکین مکه است، چی بهانه جویی را شروع کرده، سوالای به مورد شروع کرده به خاطر از اینکه ایمان نمیاره. اگر پشت حق طلبی و حق جویی بگرده، خو اینه نشانه های صداقت پیغمبر مکمل واضح بیان شده. دیگه چی حالی شل است که اینی را این ترکو اینی را این ترکو؟ پیغمبر خو الله نیست که هر چیز تو میگی در اختیارش باشه، همو مطابق خواهشات و خواسته های شما صورت بگیره. این درس عظیم به ما میده. در این روزا همینطور سوالات در این وطن ما زیاد شده. زنگ میزنه السلام علیکم، مولوی صاحب نکاح آدم علیه السلام کی بسته کرده بود؟ دیگه میگه جنازه آدم علیه السلام کی خوانده بود؟ مولوی صاحب اول بچه و دختری آدم علیه السلام که در بین خود ازدواج کرد کی بودن؟ باز دیگه چی میگه؟ حوا علیه السلام چند سال عمر داشت؟ دیگهش میگه قربانی که قابل کرده بود او را گوشتش کی خورد؟ باز میگه این قربانی در کدام منطقه باز قربانی کرد؟ خب باز زنگ میزنه کشتی نوح علیه السلام چند متر طول داشت؟ خب باز زنگ میزنه مادر موسی علیه السلام چی نام داشت؟ او برادر، تو را در مادر موسی علیه السلام چی؟ تو را در نکاح آدم علیه السلام چی؟ تو از این سوال کو که مولوی صاحب لا اله الا الله را خوانده معنایش نمیفهم، امیر برام بگو. من خو مؤمن هستم، این را برام بگو که ایمانم کی از بین میره، نواقض ایمان بفهمم که من مبادا نعوذ بالله ایمانم از بین بره. بگویا که مولوی صاحب توحید چند قسم است و کی نعوذ بالله انسان در شرک واقع میشه. مولوی صاحب نماز خواندم اینی طور گپ آمد، آیا نمازم میشه یا نه؟ کیفیت نماز چطور است؟ این مردم کلمه طیبه را یاد نداره. او سوال از بگوی جهان کائنات چی میکنه؟ یکی دیگهش از من چی سوال کرده؟ تو باش خوب سوال کرده بود. مولوی صاحب امی آسمان اول از چی ساخته شده؟ تو من خب بالا نرفتم تالی را، دعا کن که یک وقت بالا برم باز اول برات میارم که از چی ساخته شده. و هم بیچاره خجالت کشید. او برادر من خو گپی را سخنی را بگو که منفعت در دین داشته باشه، در دنیای داشته باشه. بل این طور سوال باید بکنی. سوالای بی مورد قطعا نادرست است. بحث سوال پشت سر میآید. الله تبارک و تعالی دیگه ادب اونجا نهی کرده که شما سوال نکنی از اون طور چیزایی که اگر واضح شود بازه شما غمگین میشه. از اون خاطر یک صحابی سوال کرد پدرم کجاست؟ پیغمبر گفت پدری در راتش. یک دم غمگین شد. نکو سوال. تو را ده چی گپ که پدرم کجاست؟ بس بگو که پدر تیر شده، الله مغفرت برش بکنه اگر مؤمن باشه. دیگر چی میکنی پشت عزیز؟ سوالای بیجا خوب نیست. اوی درس عظیم بود. با صحابه کرام و عظمت و قدر پیغمبر را فهمیده بودن و وقتی مقام و منزلت پیغمبر را فهمیده بود. وقتی یه آیت آمد صحابه آنقدر احتیاط میکردن. یک صحابی میگه برای ابن عازب رضی الله عنه که به الله قسم وقتی که خب حاجت سوالم پیدا میشد دل میکردم که سوال بکنم بازم حیا میکردم، بازم میگفتم مصداقی آیت قرار نگیرم. تلاش میکردیم که کدام دیاتی بیاید دیاتی از پیغمبر سوال بکنه که ما بشنویم. اینقدر ادب رعایت میکردن با وصفی که اونطور سوالی که حقیقت امر معلوم میکنه این ممنوع نیست. الله خود بر ما میگه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در کدام مورد که علم نداره گشایش گریه کی است؟ سوال است. این را باید بکنیم. لیکن امو سوالی که فایده نداره متعلق به مسائل دینت نیست او را بگذار. در مکتبا معلمای پیدا شده که شاگردا را در غم انداخته. این همیطور سوالا را کرده رویست. آلی معلم به خاطر که خدا فهمیده معرفی بکنه یک تعداد دیگه خوب پیدا شده خودش ریاضی را نمیفهمه با سوال در شاگردا میده که حتما از یک معلم پرسان میکنه باز برم گفته شا. خودش تفسیر نمیفهمه باز همیطور سوال میده. خودش کیمیا را نمیفهمه با شاگرد سوال داده رویست. نه با شاگرد خود سوال بده بالکل خوب، لیکن خودی تام تئوری بگی معلم صاحب خوب ایتو نکو که کلی بوجو باریتا سری شاگرد پرتی و شاگرد مکلف به انجام دادن ازو بسازی. این گپا باید بدانی اینطور نکنی. ام تریدون آیا شما اراده داری ان تسالو که سوال بکنی رسولکم پیغمبری خدا سوالای بیجا کما سئل مثل که سوال کرده شده بود از موسی علیه السلام من قبل و پیش از موسی علیه السلام سوال شد که ما قطع الله گپ میزنیم باز بعد از او گفتن الله خدا بر ما نشان بده. نعوذ بالله. اینا مرتبه خدا در کجا میرسه که حالی تو
اینقدر وقی شدی که الله را هم تقاضا میکنی که ببینی. و من یتبدل الکفر بالایمان، کسی که تغییر میده عوض میگیره کفر در مقابل ایمان، ایمان میفروشه کفر میگیره، فقط ضل سواء السبیل، یقینا اینطور آدم گمراه شده از راه درست، راه درست اعلا کرده در راه غلط روان است. اشاره میکنه سوالای بیجا این کاری کفار است نعوذ بالله. مؤمن گاهی طور کار نمیکنه، مقام و منزلت پیغمبر خودم میشناسه، هیچ وقت به مورد سر پیغمبر انتقاد و اعتراض نمیکنه. از این معلوم میشه که انتقاد بیجا بالای پیغمبر چیست؟ کفر است. ایمان تقاضا میکنه که عظمت پیغمبر با تو چیست در ذهن داشته باشی و بشناسی که پیغمبر کدام شخصیت است. سوالای بیجا نکنی. ود کثیر من الکتاب، باز الله بر ما میگه که این مردم ها همی سوالا را هم که میکنه منظورشان چیسته؟ شما را در تکلیف انداختن. ای سوالا آلی در اینترنت ما و شما را بسیار سوالا میکنه یا نمیکنه در مختلف جهات ها. منظورشان نیست که مردم ها مصروف شود. آلی یک تعداد دیگه سر ما سوالا میکنه که بیا مناظره کنیم، این روا میگی یا ناروا. ما را میگیره از حقیقت امر چی میکنه؟ دمی روزانه ورقا را از طریق شوراها روان میکنه. اول خو ورق چاپ کرده در ما که ما مناظره کردیم، چی شد؟ ملاهای نام نهاد شکست دادیم. خب باز میایه مردم چی میکنه که قطع ما مناظره کنه. با مردمی تو روانمود خب میفهمنه که یا مصروف ترجمه قرآن است. حالی که هر قدر بگویم بگوی قطع ما حالی مناظره، باز دیگه در مردم معرفی میکنیم که سعی کنه حاضر نیسته. مردم ها که آمدن ما خب برشان گفتیم، ما گفتم آلی در روزه قطعا مناظره نمیکنیم. خب برشان بگو که بعد از این دمی اول جمعه میشینیم، روزه تعیین میکنیم، موضوع را تعیین میکنیم. خب شمارش سفیدا که آمده ضمانت میکنه. دیگه گپا شرطایش خب بگذار. یک شرط قطعش گفتم که شما ضمانت کنه که اما ما باید دادیم بس مریدشان جور میشیم. خب اگر وا باید داد مسلک خدا باطل اعلان کنه، اینمی طور مناظره میکنیم دیگه رقم نه. ما این بیکار نیستیم که خط شما هر لنگی سفید بیا علمشان معلوم نیست، اخبرنا را اخبرنا گفته رایسته قط ما مناظره میکنه. با مردم خدا چی کلان معرفی میکنه، قط فلانی مناظره کردیم میگه اوه قدر کلان عالم است. اینقدر تو علمیتی ثابت کو، سندی طبیعت چی قدر معلومات داری، بعد از بس قط ما مناظره کن. او دا چی مناظره کن؟ نزاع و جنگ ما تو د عقیده است. تو بیا عقیده تا یک دفعه برام بگو چی رقم عقیده است. ما دا او سر د انتقاد اعتراض دارم که مردم بدانه که دیگه تو را در مساجد هم ملا نگیره، به مردم واضح شود او گپ شود. در او وقت باز مناظره میکنیم. ود کثیر من اهل الکتاب، دوست داره بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم اگر باز بگردانه آرزو و آرمانشان است، من بعد ایمانکم پس از ایمان آوردن شما، کفارن با کفر. نه آرزویش است که شما را پس با کفر بگردانه. پس از اینکه شما ایمان قبول کرده، لذت ایمان چشیده، باز یا تلاش داره، انواع دسیسه ها میکنه. چرا اینطور میکنه؟ حسدا من عند انفسهم، از روی حسد. شاید این حسد به خاطر پیدا شده که عامل همی حسد شما باشه، از او خاطر یا قطعتان ضد و حسد میکنه. نه، من عند انفسهم، اونطور حسدی که نشأت از کی میکنه؟ از نفس خودشان میکنه. من بعد ما تبینه، پس از اینکه خوب واضح شده. شاید این حسد و ضد بازیشان از روی جهالت باشه، نمیدانه. نه، من بعد ما تبینه، پس از اینکه خوب واضح شده. لهم برای از یا الحق، توحید الله، صداقت پیغمبر، صداقت قرآن مکمل برش واضح شده. خواه دلشان نمیخواه اینی قدر کفتا داره دلایشان. اینطور نیسته. معلوم میشه که تمامی بدبختی ها از کی پیدا میشه؟ از حسد. از کی پیدا میشه؟ ملا صاحبام که ما را رد میکنه از حسد. همونطور میکنه نمیکنه؟ خلاص او برادر چرا؟ اینمی عزت تو بگی. ما یقین دارم که تو خدمت کتاب الله را بکن، الله برات عزت میده. یقین دارم برات میگم که عزت برات میده. خدمت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکن، باز میبینی که ان شاء الله اینقدر عزتمند شوی که خود دمی طور لمس بکنی که بله خدمت کتاب الله و سنت رسول الله چه عزتمندی داره. الله نصیب ما بکنه. فاعفو واصفحوا، الله در اون وقت چی دستور میده؟ سعی کنی هر چیز برای خود موقع داره. این درس عظیم به ما و شماست بیادران.
امی اعتراض مردم خوب میکنه سر ما که میا او مولوی صاحب وقتی رفع الیدین نیست، وقت یهود و نصارا آمده. این خوب سوال است. بهترین من بس سر رو چشم میپذیرم که بله وقتی رفع الیدین نیست، چرا یهود و چی آمده؟ نصارا آمده. خب امی اعتراض وقتی سر ما برابر میشه که اول دفعه تو در ترجمه آمدی، من تو را گفتم که رفع الیدین کو بیادر کن. اگر رفع الیدین کدی در ترجمه ما شریک شو، اگر نکدی نشو. ما خود یک نفر تعالی رامی تو گفتم نگفتم. یکی گپی دا بالکل به سر و چشم قبول دارم. امی یهود نصارا تنها به ما آمده یا به تو ما آمده؟ ما خو انشالله در ترجمه قرآن امو چی برشان میگه؟ ایلکیشان ازو میکشم. چی میگه؟ چند اوصافشان بگوی ازو میکشم. اینا گفته رو ایستم. امی آیتا چی میگه برای ما؟ ما خو گفتم که او مردم یهود و نصارا دوست نمیشه. اینی دستیسیش، اینی کارش. خواهی تو ملا خواهم یک دفعه سرک کتاب بخور، یک دفعه خواهم ترجمه امی آیت ترجمه کو به مردم. خب یهود و نصارا موقع جهاد است. امی جهاد تنها به ماست یا به تو هم است؟ تو را هم خود ندیدم که در سری بندا بگردی امی رقم، بلکه بگوی تابع آجی صاحب و وکیل صاحب هستی که امی آجی صاحب و وکیل صاحب صدا کنه نیم چی را بگو یک آستین در خانه میپوشه، دیگه آستینش بیرون که وکیل صاحب صدا کرده. همین طور نیست؟ راستانه بگو. خب یاد رکم حالی امی گپا که آمده تنها به ما آمده یا به تو ما آمده؟ ما خو کسی که رفع الیدین میکنه کسی است که او توحید یاد گرفته، او محبت پیغمبر در قلبش جا گرفته، او پشت ازی میگرده که مولوی صاحب ما دیگه نماز اینمی قدر ادنا مخالف طریقی پیغمبر باید نباشه انجام میدم. ما قربانی سری سنت رسول الله میدم. چرا این سنت چی است؟ مرده است. تعالی را کسی یادش نکده. او طور مردم این رفع الیدین نمیکنه، این طور مردم نمیکنه که تعالی را نه عقیده یاد داره نه چی. و هر جا انشاءالله مبارزه مقابله با این فرهنگ های مبتذل از طرف کیست؟ از طرف کسی است که قرآن و حدیث پیروی میکنه. یادت باشه. خب اینجا قرآن برای ما میگه موقع را هر چیز بری خود تاریخ داره. پیغمبر علیه السلام زمان اولی دعوت است. یهود میدانه که همین قدر دسیسه بازی میکنه. پیغمبر خود مشغول یهود بکنه؟ نه. اونجا دشمنی سرسخت که الله را قبول نداره قطع از او میزنه. از امو خاطر یکی از تاکتی های خیلی پرمهارت پیغمبر چی بود؟ که در مدینه منوره رفت پیمان صلح را با یهود چی کرد؟ امضا کرد. چرا در دو جبهه جنگ کرده؟ نمیتونست. ما واره نبود که جبهه جنگ قطع کلگی واس کرده. نه مولا را ماندیم، نه قاری را، نه پیر را، نه مذهبی را، کلش. اینجا ما از مهارت کار نگرفتیم. خب نمیشه. ما مجبور هستیم که جبهه جنگ چی کنیم؟ واس کنیم. پیغمبر علیه السلام مجبوریت نداشت. حکومت قوی نشده بود، نصرت و امداد زیاد نبود، امکانات قطعش نبود، او طرف دشمن خیلی قوی بود. از او خاطر میفهمید که دسیسه ها و گفتارهای یهود از مرمی کده زیاد چیسته درد داره، خو لیکن روزش نیسته. از امو خاطر در ساعتهای اول الله به پیغمبر خود امی دستور داد فعفو واصفحو، عفو بکنه، درگذر بکنه، نادیده بگیره، بشنوی گپاره خو میشنوی، واصفحو ملامت هم نکنیش، روی از پیشش بگردانی، هر چی که میگه ما الحمدلله آلی همو طور هستیم. ما به می مردمایی که علیه ما تبلیغ میکنه، ورق چاپ میکنه، ما تالی را یک ورق میتونیم که یک ورق چاپ کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ نه ما میگیم بگذاره که ورق چاپ کنه، تبلیغات کنه، بگویا. ما ترجمه خدا پیش میبریم. چی میکنیم؟ ترجمه خدا پیش میبریم، درس حدیث خدا پیش میبریم. و هر چی که میکنه بکنه. ما انشالله سرش کم عمل میکنیم مطابقی امو صلاحیت خود. پیغمبر الله را همینطور گفته بود حتی یاتی الله بیامری، تا که آمدن کنه الله به فرمانی خود. فرمان جهاد که باز آمد، باز دیگه مقابله کو. آمد یا نه آمد؟ بنو نذیر و بنو قریظه مکمل چی شدن؟ قتل شدن. بنو نذیر جلاوطن شدن یا نشدن؟ فرمانشان رسید. وقت داره بری خود هر چیز. این مردم بگویا. من یقین دارم روزی شوه که امی ملاها از مسجد از زمین دستش بگیره مردم که بخی که 30 سال گوشتی قاقی مرا تو خوردی، بخی که نان مکلفی من خودم دما
گوشت پیدا نمیکردم، نوبتی تو یک هفته بعد میرسی تباه کردی مرا. پیسه را مرا مصرف کردی. اولادم کلمه طیبه را معنایش از تو یاد نگرفت. خودم نماز طریقیش از تو یاد نگرفتم. پس از سلام دور دادن استغفرالله را 3 دفعه از تو یاد نگرفته. این از دانی تبلیغی یاد گرفته، موندنیت نیستم. الا بگی که اینجا جایت نیست. انشالله این وقت آمده شده. ای گپ شده خوب واقع شده. در یک جای در ترجمه نفر شیشته بود، خیلی آدمی رسوخدار بود. همینطور که پس رفته پیشین بوده، ملا صاحب که جماعت داده، گفت ملا صاحب نمازت خلاص شد؟ گفته دیگه چیز نمانده؟ گفت نه. گفت بخیر بعد از این ساعت تو رخصت هستی ملا صاحب، برو بخیر خیر ببین. گفت چرا؟ گفت بس است دیگه، کم ظلم سر ما نکردی ملا صاحب. کم ظلم نکردی. این میراب دیگه کونه شد. این میراب صدا میکنه که جای تو دیگه اینجا نیسته. ما کسی را میاریم که قرآن اینجا برای ما درس بگویه. او بیچاره خود قرآن یاد نداشت دیگه، بسته که بستری خدا، بسترها را بسته میکنه. او تا وقتی که کارم نکردیم کامیاب نمیشیم، واقعا نمیشیم. او مسئولیت خودم در پیش الله بگه پوره نکردم. میره یاد داشته باشه بزرگترین امری که خیلی امید برش داریم در عبادات کیست؟ نماز خوب بخوانیم یا موافق سنت بخوانیم یا خلاف سنت؟ موافق سنت. این مرکزم است، مرکز عقیده، مرکز قمنده، مرکز تعلیم، مرکز شورایم. کل مرکزهای ما کیست؟ مسجد. در مسجد صلاحیت کسی داشته باشه که خیرخواهترین مردم ها باشه، دلسوزترین مردم ها باشه، فامیده ترین مردم ها باشه، که ما بگروزم و از دامن ما کم بگیره که بشی که یک رکوع ترجمه کنیم باز برو. نمیمانم تا اونو تو را آدم باشه. اوی سرحد در این سرحد میرسه انشالله. این مسئولیت داریم. حتی یاتی الله، تایی که آمدن کن الله به امر خود. ان الله علی کل شیء قدیر. روز اول این جماعت کمک که در جای میره مردم واره میزنه، از مسجد میکشه، لطکوب میکنه، همون درست یا نه؟ برای شما میگه که فعفو واصفحوا. در مسجدها که میره که رفع الیدین کرده، مردم بد سعی میکنه، غم میکنه، باز از اون طرف دیگهش میگه که نمانه، دیگهش یک چپلق میزنه. تا خیر است آرامی کده برای اینطور فکر نکو که ساعت همیشه است. روزی فرا میرسه که الله تبارک و تعالی قدر بری تو بده که مردم اول لنبر در سر مجلس تو را بشانه و بگویه که الله تو را خیر بده، ما خود در بدر خاک بسر بودیم، تو بودی که برای ما راه حق نشان دادی، تو باعث شدی که ما را واقعا سرنوشت دینی ما را برابر کردی. از او خاطر باز قدرت میکنه. یقین بکو اگه از پیشت پیش شود در مجلس ها همینطور عزتت میکنه. خوی روزش نیست. امروز فقط باربر جور کو خدا، بس که چیزی میگه بگویه. اوی امید داشت که روز فرا میرسه. چرا میرسه؟ ان الله یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر. بالای تمام چیزا قدرت داره. قدرت نداره که حاکمیت نصیب تو بکنه. در صورتی که تو حق باشی، پابند دین باشی، بالکل میکنه. ما یقین داریم. خود تا او وقت از کدام شیوه کار بگیریم. رابطه تا با الله قطع نکو، با مخلوق الله قطع نکو. رابطه تا با الله برقرار بساز، عاجزی کو. کدام کاروایی خدمت که از تو گرفته میشه سینه را نزن، بگو الله احسانی توسته و مخلوق هم اعلان نکو. خب همینطور هماهنگی و موافقت در بین مردم پیدا کن. و اقیم الصلاة فی الحال، قایم کنی نماز طوری ادا بکنی که تمامی آداب، شرایط، سنن، مستحباتش مراعات شود. خشوع خضوع در وقت اول با جماعت باشه، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. چرا؟ این روحی تو را قوت میبخشه، نیروی تو را دیگه پخته میسازه. در این تسلی برات پیدا میشه. پیغمبر که غم سرش می آمد، خونجیگری می آمد، تکلیف می آمد، شروع به چی میکرد؟ نماز. تو هم که تکلیف سرت میاد شروع به نماز بکن. و آتو زکات، بده زکات. اگر مال داری سال سرش تیر شده، هر مقداری که او را حتما بده بکش. چرا؟ به خاطری که دعوت بیمال شده نمیتونه. و ما تقدمو، این را چی میکنی؟ حالی وقت وعده است که اینطور کارایی بکنی که مردم
جلب و جذب به طرف خود بکنی. هر کاری نیک و عملی نیکی که تو پیش میفرستی و ما تقدم آن چیزی را که شما پیش میفرستی لانفسکم برای نفسایتان من خیر، اگر اینی قدر خیرم باشه. خیر چی را میگه؟ هر کاری که موافق قرآن و حدیث باشه. او را چی میگه؟ دیگه هر خیر ولو که کوچک باشه که تو پیش برای نفس خود میفرستی حتما بدلش کی برات میده؟ تجدوه عند الله. کاری خیری تا در پیش الله پیدا میکنی که همی کمک کار باشه. چطور خوب میشه که در روز قیامت همینطور نشسته باشه پیش الله و همون پولی که در کاستر داده کاستر استاد باشه که برای تو الله نشان بده که پول در کاستر میدی. چرا میدی؟ بچه خالیت میاره در توی یا بچه مامایت؟ ها؟ هیچ کسی قطعش رشته نداری به خاطر رضای الله خواهرار از نقطه دور در ترجمه قرآن بیاره. اونو را میابی تو، بالکل میابی. اینو طور پولی آدم مصرف شوه خدا، اینی طور جای مصرف شوه که همونجا خو همی گردنیت خو بالا باشه که یا الله به خاطر خدمت کتاب تو ما قربانی داده. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی بما تعملون، به هر کرداری که شما انجام میده، کاری که انجام میده، بصیرون بیناست. ضایع نمیکنه هیچ چیزی تو را، یک امر تو را الله ضایع نمیکنه. اگر کس ببینه اگر نبینه، پرتی کده موتر گرفته کسی رم خبر نکده، به مولوی مصطفی از طریق دیگه کس پول روان کردی و ایرام گفتی که مولوی مصطفی را نگو که فلانی داده، فقط پیسه یک موتر داده، نگو که مردم ندید. ختم که میکردم خوب میشد که وکیل صاحبا میگه خیر ببینی حاجی صاحب خب ختم گرفته بودی، هر پنجشنبه بگی. نه، اگر کسی ندیده خو الله دیده. چی کی دیده؟ و قالوا لا يدخل الجنه. دیگه نعوذ بالله دروغ پردازیشان بیبی. یا اینقدر مردم انحصار طلب هستن، اینقدر مردم قوم پرست هستن که دیگه را خوش نداره که در جنت باشه. میگه ما باشه ما. نه، ما اوطور نیستیم. و میگه در جنت غیر از یهود دیگه داخل نمیشه. نصارا چی میگفتن؟ ها؟ او مردم لافای بی جای نزنی، بی دلیل و بی سند گپ نزنی، بی که در میدان چی داره. بسیار درس عظیم است در اینجا در آیتا. امروز به می مرض مسلمانای ما مبتلا شده. حنفیا میگه امامی ما امامی اعظم رحمت الله علیه است، تابعی را چی صحابی را دیده از دروغ میگه. میگه نمیگه؟ دیگهش از اون طرف میگه 40 سال نمازی صبح و وضو خوندن، 40 سال مخالفت پیغمبر کرد نعوذ بالله. در کعبه داخل شد قرآن به یک پای خواند. این عبادت است؟ به یک پای استاده شدن عبادت است؟ خلاف طریق پیغمبر است. امام ابو حنیفه خلاف سنت عمل میکرد. خوی مردم ها چی میگن؟ شافعی بخیزه که بگویه در نسبی پیغمبر است امام شافعی رحمت الله علیه. ما امام مالک صاحب پیروایش میخیزه کسی که در پالی روزی پیغمبر درس حدیث گفته او حدیث در مقابلش هست که اگر کسی زمانی برسه که مردم چیست است سینای شطرهای خود لنگ زده میرن سفرا میکنه و مثل عالم مدینه واری عالم پیدا کده. در مورد سه امام واقعا امی یک حدیث در مورد امام مالک رحمت الله علیه تقریبا بالکل صادق است سرش. دیگه هیچ امام از پیغمبر حدیث نداره. خو یکی چسباندن است، یکی از خود جور کردن است از نعمان و سراج امتی. نعمان چی است؟ چراغ امت. دیگه چی میگه؟ در امتی ما یک ملا است او تقریرایش باز ببینه. یک ملا است در مزار باز چی میگه که یک دروغ میگه که پیغمبر گفت که در امتی ما یک کسی پیدا میشه اینی طور نام داره که این طور میکنه. بیان کده این بدبخت تا دیر حدیث هم نمیشناسه که حدیث صحیح و بگه ضعیف داره، حدیث موضوعی داره، تفکیک بکنه. این گپار هم نمیدانه. مردم فریب داده رایسته. نکنه. قرآن برای ما میگه نکنه، لاف نزنه، لاف میدان سعی کنه که در میدان چیست. او از او خاطر رد میکنه بالا یهود و نصارا. و قالو گفتن لا يدخل الجنه، هرگز داخل نمیشه در جنت الا من کانه، مگر همو کسی که هست هودن یهودی او نصارا. نصرانی ها میگفت هرگز در جنت داخل نمیشه مگر کسی که نصرانی باشه. در آذری که لیست یهودی گرفته شده میگه نمیاد جنت بره. در نصرانی ها امروز مسلمان های تذکیره امام هم اونطور فکر میکنه. نه، قرآن جواب میده تلک امانیهم، این خیال پلوای از یاس. چی است؟
اینا میگه خیال پلو آدم. خو بی خدا خوش کو، گپای دل خوش کننده اینا میره مردم میگه که خدا دلت خوش میکنی او حالان که حقیقت وجود نداره. اما نی سخنای چی را میگه؟ بی دلیل، بی بنیاد. مردم ایره تعبیر با آرزوها با چی؟ خیال پلوا میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هاتو برهانکم، دعوا کی داری بیاری دلیل تانه که بله غیر از یهودی در جنت دیگه کس داخل نمیشه، غیر از نصرانی دیگه کس داخل نمیشه، بیاری. ان کنتم صادقین، اگر راست میگه در دعوایتان ایگه پس کجا میگه؟ الله میگه بلا، چرا نه؟ ای گپی که شما میگی طور نیست، ای طور نیسته که شما میگی. من اسلم وجهه، قاعده و قانون اینجا وجود داره. من اسلم، کسی که خدا تسلیم کرده، بوجهی، به ذات خود. چی مانا؟ در عمل، در عقیده، در تمام کردار و گفتار، در حرکت و زندگی، در بیداری و در خو، در تمام زندگی خدا تسلیم کرده به کی؟ لله. اینی را بندگی میگه. کسی که مکمل خدا تسلیم کرده به الله، فرمان الله را به گوش و دل میپذیره، وقتی نماز میشه نماز میخونه، وقتی خو میشه خو، وقتی خوردن، وقتی نوشیدن، همه امور مطابق دستوری کی انجام میده؟ الله انجام میده. اینی را اسلام میگه. دین یک دین دانه بنامی کی؟ ابراهیم خلیل الله که دعا میکنه امی اسلام طلب داره، امی رقم اسلام، امی رقم. در درود شریف که در قاعده میری که کما صلیت علی ابراهیم، این گپ در ذهنتان بیاری که ابراهیم کدام کس بود، اولادش کدام کس بود؟ تسلیم به الله که گفت اولادی تا حلال کو، بس آماده است. که گفت زنی تا اینجا بگذار قطعی طفل دیگه تو برو در دعوت، امونجا مانده. اگر برش گفت که مناظره قطعی فلان کو، اگر گفت که پدر ترک کو، اگر گفت که قوم ترک کو، کلش انجام داده. پشتی سر میآید کارکردگی و کرداری کی؟ ابراهیم خلیل. اینی را اسلام میگه. ایرا نمیگه که دیگه وقتا تکبیر اولا میگه حاجی صاحب اینی قدر تسبیح داره. خود روز توی پیسه ساز و سرود خودش میده. اما تو رسانه چند قدم قطش بیرون هم امرای سازنده میره که خفه نشوه. خب ملا صاحبه چی طور میکنه؟ ملا صاحبه در تکسی میبره، در موتری خود نمیبرشه. باز اونجا از هم غرفه گکی کشید، باز در کیسه ملا نمیشه. در سازنده موتر میگیره بریزی نمیشه. در پاکته که سفید دیار جمع کرده کنه کلش جمع میکنه، 500 روپا نمیشه. او را در جیب کی میده؟ بگوی ملا میده. خود سازنده که ساز کرده، سازنده را که 25,000 بده 500 دلار نک میکنه. ما به این آمدیم، دکان داریم، آلات اسباب داریم، به این نمیشه. 100 دیگه اضافه نمیگیره که 1000 دلار نده خوش نمیشه. باز اینجا چی میکنه؟ این خودش یک کمی ماکمی میکنه، بچه کاکا خیز میزنه، 100 دلار او میده. بچه ماما خیز میزنه، 100 دلار او میده. یاد اینی اسلامی ماست. این اسلام نیست. اسلام کسی است که در هر شعبه تسلیم به الله باشی. نگویی که یک روزی خوشی دارم یک روزی خوشی، دم یک روزی خوشی الله تو را امتحان میکنه. تو دیگر از تکگیری ولا میگی امروز حکم الله را در کجا مانده ای؟ تو مسلمان نیستی؟ در غم و در خوشحالی تو باید مسلمان باشی. فکرتان باشه که مدیرای شیطان جور نشه. مدیرای شیطان هم میشناسید؟ ها؟ کسایی که نمیتور بدعتا و کارهای ناروا را چی میکنه؟ بگوی تقویت میده. اما آدم در غیرت میره، اگه تو نمیتونی من میارم پیسهش من میدم. نکو خدا در بدر نکو. و هو محسن، کسی که تسلیم به الله است. خود تسلیم شدن به الله برای خود عمل و کار داره. او عمل و کار کردار چی شرایط داره؟ و هو محسن، در حالی که محسن باشه. محسن دو ترجمه است. مخلص باشه، کاری خدا به خاطر رضای کی انجام میده؟ الله. دوم عملش موافق سنت کی باشه؟ رسول الله. فله بیت آدم اجرش است، پاداشش است. اینی آدم لاف بزنه عند ربی، به نزد پروردگارش. ولا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، چرا که همه مامورات الله را انجام داده از من یاد خدا نگاه کرده. ولا هم یحزنون، غمگین هم نیسته. کدام چیزی که کشتکار به درد میخورد مکمل او را انجام داده، غم نداره. معیار چی شد برادرها؟ خود تسلیم به نظام الله و عمل موافق سنت، به اخلاص ادا کردن، این سببی کیست؟ کامیابی. پس کسی که دعوا داره و این گپا را نداره، دعوایشان راست است یا دروغ؟
انزو خاطر بیا لاف از حنفیت نزن، از شافعیت و حنبلیت نزن، لاف ازی بزن چقدر به نظام الله تسلیم هستی، چقدر کاریت به خاطر رضای الله است و چقدر موافق نقشه رسول الله است. باز بعد از لاف بزن الله ما را ای خط ای شق سوم داخل بکنه، لاف زن نباشیم. ما الله توفیق عمل نصیب بکنه. دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی ما را مؤمنای واقعی بسازه. الله تبارک و تعالی او شرایطی که برای دخول جنت الله وضع کرده الله او شرایط در ما پیدا بکنه. اعمال ما، طاعات، عبادات ما با نقصان و با کمی و کوتاهیش الله مقبول بگردانه. خصوصا در رمضان صدقات و عبادات و طاعات و تلاوت های کل مسلمانان را عموما و خصوصا از حاضر مجلس ما را الله قبول و منظور بگردانه. کل مشکلات مسلمانان را عموما و از حاضر مجلس ما را الله خصوصا مشکلاتشان حل بگردانه. الله ما را از انحراف و گمراهی نگاه کنه. الله عزتمندی مسلمانان را نگاه کنه. الله مسلمان سرفرازی نصیب بکنه. قانون خود الله در کل سرزمین اسلام عموما و در این وطن ما خصوصا الله نافذ بکنه. ما را خوشحالی به این نصیب بکنه که وطن ما با هم برادر شود، جنگ جدل نباشه، قوتای خارجی نباشه، کلگی با هم برادر زندگی بکنیم. الله همونطور فضای صلح و امن و اسلام بر ما باز بگردانه. اگر چه ما لیاقتش نداریم الله احسان سر ما بکنه. ما را توفیق بده که اسباب امن در جان خود پیاده کنیم، عملی کنیم که الله امن بر ما نصیب بکنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین. که درس دین است شیرین و دلنشین است، درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده کلام حق شنیده، فرزند نور دیده کلام حق شنیده، جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. جانابی برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.